سوال اول این که چرا این وقت استراحتتون رو گذاشتید اومدید نشستید پای این آموزش تا با در واقع کریپتوکارنسی، رمزارزها یا بازارهای مالی آشنا بشید؟ سوالم اینه، دقیق بخوام بپرسم دوست دارم تو چت جواب بدید. چرا یکی دو ساعت از زمانتون رو، زمان ارزشمندتون رو امروز گذاشتید که من در خدمتتون باشم؟ دنبال چی هستید تو کلاس؟ دوست دارید چی بشنوید تا بریم یه ذره با هم دیگه گپ بزنیم و یخ کلاس باز شه؟ پول در بیاریم حتما، شغل پیشگام باشیم، خارج بشید دوباره وارد بشید. آها، پول، مرسی. بقیه دلیلی ندارن؟ آها دارن می نویسن. یاد بگیریم حفظ سرمایه، افزایشش، آموزش، بروز باشیم، درآمد. دقیقا، خیلی خوب. پولمو کجا سرمایه گذاری کنم؟ آموزش پول در آوردن، آگاه باشیم. چرا در این حوزه سرمایه گذاری کنیم؟ همه مانی لازم. آها، آفرین آفرین، مرسی مرسی، خیلی خوب خیلی خوب. درآمد بروز انشالله انشالله، خیلی عالی. من منم بگم چرا اومدم، چرا داریم زمان میذاریم. با توجه به اینکه خب قطعا در جریان قرار دارید یا همین الان در جریان قرار میگیرید. من بیزینسم آموزش نیست، یعنی کارم آموزش نیست، شغلم آموزش نیست. من مدیر عامل یک کسب و کار و یه صرافی تو زمینه کریپتوکارنسی ام، یعنی بیزینس اصلیم اینه. من تو این پوزیشن فعالیت دارم. اما اینکه چرا امروز زمان گذاشتیم، دلیل من اینه که ما نیازمند اینیم که یک سری باورها در جامعه تغییر پیدا کنه، نیازمند اینیم که جامعه شناخت درستی نسبت به بازارهای مالی پیدا کنه. ما جزء کشورهایی هستیم که سواد بازار مالی تومون خیلی پایینه متاسفانه و مردم خیلی بازار مالی رو کم میشناسن و جزء کشور در 12 تا کشور انتهای لیست هستیم از لحاظ سواد مالی. من این موضوع رو نیاز میبینم تو جامعه بتونیم سطح مالی و آگاهی مالی افراد جامعه بالا بره و تو این جلسه سعی میکنم تو این یکی دو ساعتی که در خدمتتون هستم اون فونداسیون اصلی که باید توی ذهنتون شکل بگیره تا تو بازارهای مالی اتفاق مثبتی براتون رقم بخوره رو در اختیارتون قرار بدم. این چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم نتیجهش چی میشه، یعنی قرار من به چه سوالاتی جواب بدم. اینکه چی بخریم، کی بخریم، کجا بخریم، چه مبلغی بخریم، اصلا وارد بورس بشیم نشیم، ماشین بخریم، مسکن بخریم، مسکن اگه نخریم کی باید بخریم، کجا بخریم، اگه قرار خودرو بخریم چه خودرویی بهتره، اگه قرار مثلا زمین بخریم کجا بهتره، اگه قرار کریپتو بخریم چه کریپتویی بخریم، کجا بخریم، رو چه قیمتی بخریم. قرار راجع به اینا با هم صحبت کنیم و نتیجه صحبتمون این میشه. اما خب برای اینکه برسیم به این مباحث نیازمند اینه که یه مقدار صبوری داشته باشید. تو اوایل بحث قطعاً مباحث شاید یه ذره برای بعضی از دوستان تکراری باشه، شاید یه قسمت‌هایی رو جای دیگه هم شنیده باشید، اما بهتون قول میدم از یه رو 20 دقیقه که بگذره مباحث کاملا جدید خواهد بود و کاملا دنبال اون عمق سازی در بستر ذهنیتون باشم و میخوام دنبال این باشم که توی ذهنتون اون فونداسیون اصلی شکل بگیره. خب راههای ارتباطی با من میبینید روی اسلاید. میتونید اسلاید رو بزرگ کنید از قسمتی که این پایین چند تا ابزار در اختیارتون گذاشته. سمت راست ابزار بزرگ نماییه که میتونید بزرگش کنید. راههای ارتباطی رو میتونید ببینید. سایت من هست masudaamiri.ir، اینستاگرام هم هست به همون آدرس masudaamiri.ir که میتونید اینستاگرام هم دنبال کنید. تو اینستاگرام هم سعی میکنم یه سری هینت ها رو بدم، یه سری موقعیت های خوب و مناسبی که به وجود میاد توی اقتصاد رو بدم. تو تلگرام هم میتونید تو کانال تلگرام هم باشید، اونجا خیلی با هم بیشتر میتونیم گپ بزنیم، صحبت کنیم و من ایده هام و نظراتم و اسم کانالم هم تفکرات مسعوده و اونجا تفکراتم و نظراتم رو راجع به تمام مسائل میگم، پیش بینی ها رو میگم که خیلی هاشم تا به حال درست از آب در اومده و اگر کسی به اونها عمل میکرد همین الان خیلی روی سود بوده و همین الان هم یه سری پیش بینی ها دارم نسبت به آینده که هست، میتونید مطالعه کنید، ازشون استفاده کنید و بریم سراغ کلاسمون، بریم سراغ درسمون. موضوعات اولیه اصلی. سوال اول،
چرا یه دونه بیت کوین 8 میلیارد تومان میارزه و امروز 8 میلیارد تومان قیمت بیت کوین؟ البته این قیمت دیروزشه، 95,000 تا، الان شده فکر کنم 88,000 تا، ولی بازم توفیری نمیکنه. یعنی 8 میلیارد مثلا 300 400 میلیون بوده، الان شده مثلا 7 میلیارد و 900. ولی چرا حدوداً 8 میلیارد تومان امروز بیت کوین میارزه؟ چیه این چیزی که ما نمیبینیمش، نمیدونیم چیه، نمیتونیم لمسش کنیم، نه تا حالا از نزدیک دیدیم، نه ندیدیم کسی که مثلا بیت کوین شاید از نزدیک داشته باشه به تعداد زیادی یا میزان زیادی، اصلا نمیدونیم چه جوری، چه ارزشی داره، پشتوانش چیه، چه اتفاقی افتاده، چرا 8 میلیارد میارزه. دوست دارم به این سوال جواب بدید و دوستانی که توی کلاسن بگن و از نظر شما چرا بیت کوین امروز 8 میلیارد میارزه یا قیمتش 8 میلیارده در واقع. من منتظر جواباتونم. مقدارش محدوده، من بگم چشم میگم. من میخوام فعلا یه ذره درگیرتون کنم از اونجایی که همه چیز عجیب غریب شده، چون پشتوانه خوبی داره دیگه، چون پول ایران بی ارزشه، اون ارزشمنده نسبت بهش. 21,000 تا، نه 21 میلیون تاست. بله منظورتون 21 میلیون بوده ارز خاص و تک اون محدوده به دلیل استقبال جهانی اقتصاد روز، چون تکنولوژی، چون برای استخراج هزینه زیادی وجود داره. آفرین، به خاطر نسبت عرضه و تقاضا. مرسی. بله مرسی. من تقریبا همه این دلایلی که فرمودید درسته. میخوایم یه ذره بریم با هم دیگه جلوتر بررسی کنیم ببینیم که دقیقاً چرا این اتفاق میفته. دوستان ما در ابتدای کلاس باید با دو تا مفهوم آشنا بشیم، مفهوم ارزش و مفهوم قیمت. این دو تا مفهوم متفاوت از هم دیگه، مفهوم پرایس و ولیو در واقع دو تا مفهومی هستند که میتونن به هم وابستگی داشته باشن ولی الزاما اینطور نیست، الزاما به هم وابسته نیستن. ما میتونیم برای یک کالای یک پرایسی قائل بشیم، یعنی قیمتی قائل شیم، اما ارزش واقعیشون نباشه. مثلا تو سکه طلا در حال حاضر فاصله ارزش واقعی و قیمت رو بهش میگن حباب سکه، یعنی در واقع اون چیزی که ارزش واقعی نیست. یا مثلا برای هر کالایی ما میتونیم ارزشش رو از دو تا راه به دست بیاریم. برای مثلا این گوشی موبایل ما میتونیم مثلا بسنجیم که مثلا دوربینش، بدنش، سی پی یوش، قطعاتش، بردش، تمام قطعاتش رو بگیریم جمع کنیم قیمتاشون رو با هم دیگه و به یه عددی میرسیم، مثلا اینقدر هزینه شده بابتش. این یه راه ارزش گذاریه، بگیم ارزش این گوشی موبایل اینقدره. حالت دومش اینه که این گوشی موبایل داره چقدر به مردم خدمت میکنه و چقدر کار مردم رو داره راه میندازه. در واقع این یه حالت دیگه ارزش گذاری روی یه سری از دارایی هست. اما قیمت یه چیزی جدا از ارزشه و همیشه توی بیزینس میگن، توی بازارهای مالی میگن همیشه قیمت به ارزش برمیگرده. اگر قیمت بالاتر از ارزش باشه قطعا برمیگرده به ارزشش و اگر زیر ارزش باشه باز هم برمیگرده به ارزشش. اینجا یه نکته وجود داره. پس من باید دارایی هایی رو بخرم که آندر ولیو باشن، زیر ارزش واقعیشون باشن. من باید دارایی هایی رو پیدا کنم که زیر ارزش واقعیشون باشن. اگر من دارایی رو پیدا کنم که زیر ارزش واقعیش باشه و بخرم، اون وقت قیمت برمیگرده به ارزش واقعیش و من سود میکنم. این چیزیه که ما تو بازار مالی دنبالشیم که یاد بگیریم یه چیزی ارزشش چقدره و یه چیزی قیمتش چقدره. حالا بیایم قیمت رو با ارزش مقایسه کنیم. به این تحلیل میگن تحلیل فاندامنتال یا بنیادی. در واقع ما امروز قراره 3 تا علم رو کنار هم یاد بگیریم. خوب این 3 تا رو یادداشت کنید، بریم جلوتر با هم دیگه یادش بگیریم. فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال. فاندامنتال از فونداسیون میاد دیگه، از بنیاد میاد. قراره ما فونداسیونی و بنیادی یاد بگیریم، یه دارایی رو تحلیل کنیم، چه زمینه، چه خودروه، چه بورسه، چه سهام توی بورسه، چه کریپتوکارنسیه، چه سهام خارجیه، چه جفت ارزاست، ما بتونیم یا حتی اقتصاد کشورها رو بتونیم بنیادی بررسیشون کنیم و ببینیم به صورت بنیادی اینا چه ارزشی دارن. حالا قیمتشون هم ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم قیمت نسبت به ارزش چه فاصله ای داره. حالا اگر یه دارایی آندر ولیو بود ما سریعا اون رو بخریم. مثالاش میشه مثلا بیت کوین 16 18 هزار تایی، 20,000 تایی. برید هنوز تو اینستاگرام من میتونید ببینید، همین الان میتونید مثلا وارد اینستاگرام هم شید، برید توی قسمت
اون استوری هایی که سیو میشه، هایلایت ها در واقع، برید هایلایت طلا رو ببینید، برید هایلایت ارزهای دیجیتال و معرفی ارزهای دیجیتال رو ببینید که من تو چه قیمتایی پیشنهاد دادم مثلا بیت کوین رو بخرید. رو 20000 تا، 16 17 18000 تا، 22 3000 تا، حتی تا 25000 تا هم میگفتم اینجا خریدنیه. من میدونستم بیت کوین اونجاها آندر ولیوه، زیر ارزش واقعیش. حالا امشب میریم در مورد ارزش واقعیش صحبت میکنیم. یا راجع به طلا، من یه زمانی عرض کردم خدمت دوستان که مثلا اسفند ماه پارسال بود، ما فکر کنم یه سری از دوستان باشن از کلاس اسفند پارسال اینجا، اگر حضور دارن حرف بنده رو تایید کنن توی چت ها، که من قبل از انتخابات 12 اسفند، انتخابات مجلس پارسال، به دوستان عرض کردم که شما زمانی که رفتید رأیتون رو انداختید صندوق، بعدش برید طلا بخرید. قطعاً طلا یه رشد خوبی رو خواهد داشت و پیش بینی 1-2 سال قبل از در واقع این کلاس پارسالمون، یعنی پیش بینی سال 1400 هم این بود که تا پایان سال 2025 طلا میرسه به گرمی 10 میلیون تومان. موقع کلی آدم اومدن فوش دادن، نوشتن که آقا نمیشه، چرا الکی داری به مردم جو میدی فلان و از این حرفا. همونا رو اسکرین شات گرفتم، بعد استوریم گذاشتم، میتونید برید ببینید اینو، که 3 سال پیش، 3 سال و نیم پیش بینی کرده بودم که ما در پایان سال 2025 طلای 10 میلیون تومانی رو خواهیم دید. فکر کنم الان باورپذیره براتون دیگه. پس چیه؟ از کجا اینا رو من میفهمم؟ من که آدم خاصی نیستم، یا مثلا بهم وحی که نمیشه، بهم الهام که نمیشه، یا یه چیز عجیب غریبی که نیست، جزء آدم‌های خاص و عجیب جامعه نیستم. منم یکم مثل شما فقط یاد گرفتم که برم ارزش دارایی ها رو بسنجم، ببینم تو چه حدی ان، چه جوریه داستان، ارزشمندیشون در حال حاضر و قیمتشون و فاصله قیمت تا ارزش واقعی، و میرم دارایی های آندر ولیو رو پیدا میکنم و پیشنهاد میکنم بخرید، و خودم هم سرمایه‌گذاری میکنم به دور و بری‌ها، و حالا شرکت و تیمی که داریم هم پیشنهاد میدم. بریم سوال بعدی. سوال اول این بود که بیت کوین چرا 8 میلیارد میارزه. سوال دوم که بهش جواب میدم و هنوز بهش جواب ندادم. سوال دوم، دوستان پرسیدن نظرتون راجع به نقره چیه. نقره رو من در بلند مدت صعودی میبینم، اما اجازه بدید در انتها کامل توضیح میدم جزئیات رو. قطعا بهتون پاسخ میدم، نمیذارم هیچ سوالی بدون پاسخ بمونه، خیالتون راحت. سوال بعدی، تفاوت پول با ارز چیه؟ من دوست دارم اینم جوابشو بنویسید، دوستانی که حضور دارن نظرتون چیه؟ پول با ارز چه فرقی میکنه؟ با چیزا میگیم پول، به سریاشون میگیم ارز، جفتشون هم مثلا کاغذی هن، میتونن کاغذی باشن، مثلا به دلار هم میگیم ارز، به ریال میگیم پول، جفتشون هم یه جنسن، یه چیزه. پول خارجی ارز، مثلا به ترکیه به لیر میگیم پول، به ریال میگیم ارز. نمیدونید اشکال نداره، امروز میخوایم جوابش برسیم. فیات توضیح میدیم، تعریف میکنیم فیات چیه اصلا تو کلاس. پول داخلی ارز، پول خارجی، پول داخلی ارز، پول خارجیه دیگه. پول داخلی ارز، هر پول خارجی ارزه. مرسی دیگه. یعنی ما مثلا داریم آمریکا دلار میشه پول، بعد ریال میشه ارز دیگه. اون چیزیه که تو جامعه رواج داره دیگه. خب دوستان، من یه 5-6 دقیقه باید مجبورم که تاریخ پول رو بگم، شاید حوصله سربر باشه تا به اون مطالب اصلی کلاس برسیم. چی بخریم، کجا بخریم، چقدر سود کنیم، چه جوری ورود کنیم، چه جوری خروج کنیم و اینجور مسائل. یه 5-6 دقیقه فاصله داریم، 10 دقیقه فاصله داریم. من مجبورم تاریخچه پول رو بگم برای اینکه همه با هم دیگه همسط بریم جلو و تعاریفمون یکی بشه از پول و ارز. چون وقتی من میگم ارز دیجیتال، یا وقتی ارز یعنی کارنسی، یا پول یعنی مانی، من اول تفاوت اینا رو بدونم. و حالا ارز دیجیتال چیه، ارز رمزنگاری شده یا کریپتوکارنسی ها چیان، دقیقاً هم کلام بشیم، مفاهیم کلماتمون یکی بشه. چون احتمالاً الان مفاهیم ما متفاوته دیگه، همونطور که میبینید نظرات راجع به تفاوت پول با ارز متفاوته. بریم مفاهیممون رو با هم یکی کنیم. این 110 11 12 نفری که سر کلاسیم، وقتی میگم پول مفهومش رو بدونیم، وقتی میگیم ارز بدونیم. و پول الان یا 50 سال پیش بازم مفاهیمش فرق میکرد و راجبش صحبت کنیم. امروز هم یه
پستی توی کانالم گذاشتم، یه ذره مفهوم پول رو داره آمریکا، یعنی خود آقای شخص ترامپ داره تغییر میده، کارهایی داره میکنه که مفهوم پول تغییر کنه توی دنیا. و اونم حالا بعد از کلاس، بعد از این وبینار وقت داشتید و حوصله داشتید بخونید، براتون شاید جذاب باشه. خب ما بریم از جایی شروع کنیم که تبادل کالا به کالا تموم شد. چرا تموم شد؟ چون ما نیاز به یک کالای واسط داشتیم که نیاز به بخش پذیری داشته باشه، یک کالای واسطی داشته باشیم که بتونیم خوردش کنیم به هر قسمتی که دلمون میخواد. تو خیلی از جاها مثلا این پول واسط جو بود توی دوره از زمانی. اینا رو که دارم عرض میکنم خدمتتون کاملا تاریخی و مشخصه. یه جایی مثلا یه سری صدف ها، یه جایی یه سری سنگ های خاص، یه جایی مثلا پول از جنس چوب بود، یه جاهایی چاقو حتی تو دوره های تاریخی ثبت شده، مثلا پوست یه سری از حیوانات خاص. نمیدونم مثلا فیلم جمونگ اگر دیده باشید مثلا پولشون چی بود؟ نمک بود. آدرس تلگرام و اینستا رو ابتدای جلسه دادم، آخر جلسه هم میدم حتما، احتمالاً تشریف نداشتید اون آدرس ها رو که عرض کردم، انتهای جلسه هم میدم. حالا دوست پشتیبان کلاسمون جناب سلطانی هم اگر داشتن یادداشت کنن برای بچه‌ها اونجا پین بشه، یعنی خوبه داشته باشن دوستان. به خدمت شما عرض شود که مثلا یه جاهای دندون یه سری از ماهی‌ها مثل دلفین بود، یه جاهای دونه‌های فلفل که کمیاب بود. به هر ترتیب هر چیزی رو که تو منطقه ارزشمند بود و قابلیت بخش پذیری داشت، افراد به جای پول ازش استفاده میکردن و ازش تبادل میکردن. فکر میکنم واضح ترین چیزی که ما ایرانی‌ها زیاد دیدیمش نمکه که توی فیلم جمونگ دیدیم دیگه، درسته؟ یه ذره بریم جلوتر. آروم آروم کشورهای مختلفی مثلا از حوزه خلیج فارس و خب خاورمیانه شروع شده، فلزات رو به عنوان در واقع پول در نظر گرفتن و از فلزات به عنوان پول استفاده کردن. آروم آروم از مفرق رفتن به سمت مصر، رفتن به سمت طلا و نقره. حالا تقریبا بریم 2000 سال پیش میبینیم که همه دنیا به این اتفاق نظر رسیدن که از طلا استفاده کنن به عنوان پول رایج و واحد همه دنیا و همه دیگه طلا رو پذیرفتن به عنوان یک پول رایج که دلایلش رو میبینید و دوست دارم شما هم اگه دلیل غیر از اینا دارید برای اینکه چرا طلا شد پول رایج دنیا، یعنی طیش 5-6 هزار سال تاریخ تمدن قبل از اینکه شهرنشین بشن آدم‌ها طول کشیده و تو 5-6 هزار سال آدم‌ها به این نتیجه رسیدن که طلا بهترینه. نه جو خوبه، نه مثلا دندون نمیدونم فلان ماهی خوبه، نه پوست فلان حیوان، نه نمک، نه هیچ چیز دیگه ای. چرا طلا؟ و من یه سری دلایل رو اینجا نوشتم. دوست دارم شما هم حالا اگر کمیاب، آفرین مرسی از اینکه نوشتید، مثلا از بین نمیره. مرسی آقای امینی، آقای جواهریان، دقیقاً از بین نمیره، سخت به دست میاد، رنگ خاصی داره، تنها فلزیه که این رنگیه دیگه، یعنی ما به این رنگ میگیم طلایی. ما یه دوستی داشتیم این به شوخی میگفت، از ما همیشه میپرسید، میگفت قبل از اینکه قهوه کشف بشه به قهوه‌ای چه رنگی میگفتن. دقیقاً راجع به طلا هم صدق میکنه این قضیه دیگه، یعنی اصلا رنگ طلایی مال این جنسه، مال این فلزه. فراوانیش خیلی کمه، همه جا در دسترسه تو کره زمین، حالا با این نسبت تناسبی پخش شده، هیچکس توان کنترلش رو نداره، یعنی هیچ دولتی نمیتونه بیاد تولیدش کنه، دقیقاً محدوده. مرسی ازتون. هیچکی نمیتونه بیاد تولیدش کنه، اضافهش کنه، کمش کنه، یعنی بگه سری منابع کاملا مشخص توی دنیا داره و میزانش ثابته. حالا ما یه سری رو پیدا کردیم، یه سری پیدا نکردیم، ولی کشوری نمیتونه به اینا اضافه کنه یا آدمی نمیتونه اینا رو اضافه کنه و بیشترشون کنه. این اون چیزیه که در واقع به طلا ارزش به ذات میده. ببین دوستان، ما داریم در مورد ارزش صحبت میکنیم، کاری به قیمت ندارم، چون یه روزی طلا قیمت نداشت دیگه. یعنی چی قیمت نداشت؟ یعنی طلا خودش پول بود، یعنی خودش واحد پولی بود، یعنی میگفتن یه سکه طلا و نمیتونستی بگی یه سکه طلا یعنی چقدر. یه سکه طلا 8 گرم طلا بود و همیشه تو تاریخ تقریبا یه سکه طلا با یه گوسفند بالغ هم ارزش بودن. میدونید ما صحبت از ارزش داریم میکنیم و متفاوت از قیمته. میخوایم ببینیم که قیمت و ارزش کجاها با هم دیگه تداخل پیدا کردن که امروز ما فاصله این دوتا رو بدونیم و پیدا کنیم. بیایم جلوتر توی تاریخ، قبل از جنگ جهانی دوم برگردیم 500 سال گذشته، یعنی جایی که
حکومت ها تصمیم گرفتن آروم آروم اسکناس چاپ کنن. اولین بار توی چین اسکناس چاپ شد. اسکناس چجوری به وجود اومد؟ حکومت ها گفتن که خب خیلی سخته طلا رو جابجا کنید این و اونور ببرید تعداد زیادی طلا، این طلاها رو بدید به خزانه پادشاهی یا بعدن شد بانک مرکزی، این طلاها مال ما جاش حواله صادر میکنیم بهتون میدیم. اسم این حواله شد ارز. دوستان حالا داریم میفهمیم ارز چیه، پول چیه. پول چیزی است که ارزش به ذات داره. این نکته خیلی مهمه، راجبش کار داریم. پول چیزی است که خودش ارزش به ذات داره، اما ارز سندیه برای اون پوله که خودش ارزش به ذات نداره و سند اون داراییه. در واقع به این گفتن ارز، که حالا بعداً اسکناس شد، بعدها یه ذره سایزش کوچیک شد تا حدی که امروز واقعا ما حس اسکناس ازش میگیریم، نه حس یه حواله یه دارایی. بیایم جلوتر. تو دوره جنگ جهانی دوم آلمان و انگلیس شروع کردن با همدیگه جنگیدن. هیتلر دستور میده به بانک مرکزی که پول چاپ کن. یه جایی بانک مرکزی میگه دیگه طلای پشتوانه نداریم که پول چاپ کنیم و تموم شده و هیتلر میگه من میگم چاپ کن. و همینطور که توی عکس‌ها میبینید به جایی میرسه که پول انقدر بی‌ارزش میشه که بچه‌ها به عنوان کاردستی ازش استفاده میکنن و میبرنش و شکل میدن بهش و با حجمای پول انقدر بی‌ارزشه که از کاغذ هم بی‌ارزش‌تر شده. چیزی که امروز ما میشناسیم دیگه، این پدیده رو خیلی باهاش برخورد داریم. کار به جایی میرسه که حتی مردم مثلا با یه فرغون پول میرن و نون میخرن. امروز اگه ما کارتای آبربانکمون رو نداشتیم احتمالاً این تصاویر رو زیاد میدیدیم. مثلا برای خریدن یه یخچال احتمالاً یه وانت پول باید میبردیم تا یه یخچال بخریم بیاریم، یا برای خریدن یه ماشین احتمالاً با یه کامیون پول باید میرفتیم و یه ماشین میخریدیم و برمیگشتیم. ولی کارتای آبربانک باعث شده که ما این حجم از پول رو نبینیم. به این چی میگن تو جامعه؟ بهش میگن تورم ها. ولی بیایم واقعیت رو ببینیم. تورم نیست. چجوری میتونیم واقعیت رو ببینیم؟ چجوری میتونیم درکش کنیم؟ فکر کنین 100 نفری که سر کلاس حالا روندش کنیم، 100 نفر 1 گرم طلا میدید به من حاکم، من بانک مرکزی، نفر 1 گرم طلا به من میدید و من در ازاش یه واحد پولی درست میکنم اینجا بهتون میدم به نام واحد پولمون مثلا میشه مسعودی. خوبه؟ یه مسعودی. و این یه مسعودی رو من به شما پرداخت میکنم. الان 100 تا مسعودی تو کلاس میریم با همدیگه خرید و فروش میکنید، از همدیگه کالا و خدمات میخرید و خب پخش میشه بینتون. 100 تا مسعودی هم تو کلاسه. من این گوشه یواشکی واسه خودم 100 تا دیگه چاپ میکنم، یواشکی میام از شما کالا و خدمات میخرم. الان تعداد اسکناسای مسعودی توی دستتون چقدر شد؟ آره با یه کامیون ارز. دقیقاً بله، اصطلاح رایجی که ما میگیم. اسکناسای دستتون چقدر شد؟ در واقع اسکناسای دستتون شده 200 تا، چون 100 تا من چاپ کردم بهش اضافه کردم اومدم ازتون کالا و خدمات خریدم. حالا من چند گرم طلا دارم پیش خودم؟ 100 گرم. اگه همه اسکناسا برگردن و من بخوام به ازای هر اسکناس طلای ما به ازاشو برگردونم، میتونم نیم گرم طلا بهتون برگردونم به ازای هر اسکناس. در واقع ارزش پول شما نصف شد. من چیکار کردم؟ من بدون اینکه دست به جیب شما ببرم از تو جیب شما دزدیدم. 2000 سال طول کشید تا دولت ها تو جنگ جهانی دوم بفهمن که چقدر ساده میتونیم از جیب مملکتمون بدزدیم، از جیب مردممون بدزدیم و واقعا دزدیه. بعد اومدن اسمشو قشنگ کردن گذاشتن تورم، یه ذره اسمشو قشنگ‌تر کردن کسری بودجه، یه ذره مثلا باش بازی کردن مالیات پنهان. اما واقعیت اینه که دزدیه و خوبه که تکرار کنیم و بدونیم که دزدیه و دست دولت توی جیب ماست در واقع. حالا یه حکومتی مثل آمریکا مثلا اینقدر دستش تو جیب مردمشه، مال ما مثلا یه ذره بیشتر دیگه، حالا تا یه جاهایی یه ذره بیشتر. و با توجه به اعداد تورم فکر می‌کنم اینو هممون حس کنیم. پس چی شد؟ ما تو جنگ جهانی دوم با مفهومی توی دنیا برای اولین بار آشنا شدیم به عنوان تورم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دولت‌ها یاد گرفته بودن پول رو از ما بگیرن جاش به ما ارز بدن، یه سند دارایی بدن و از اون سنده بدون پشتوانه خودشون چاپ کنن و این مدرن ترین روش کلاهبرداری تا به امروزه. یعنی مدرن ترین راه کلاهبرداری که فقط هم در اختیار دولت هاست هنوزه. خب بریم یه ذره جلوتر. سال 1944 که جنگ جهانی دوم تموم میشه یه معاهده‌ای توی دنیا شکل میگیره به نام معاهده برتون وودز. معاهده برتون وودز چیه؟ توی این معاهده آمریکا که ابرقدرت دنیا بوده و جنگ رو برنده میشه به همه دنیا تعهد میده
که پولش به عنوان پول رایج بین‌المللی استفاده شه. همه دنیا میگن خب از کجا معلوم که توی آمریکا همون کاری که هیتلر کرد نکنی، بری واسه خودت پول چاپ کنی بعد بیاری با اون پول از ما خرید کنی. بعد آمریکا میگه نه، من تعهد میدم، امضا میکنم که این کارو نکنم و به ازای هر یک اونس طلا، به ازای هر یک اونس طلا فقط $35 چاپ کنم. روی نمودار فکر میکنم قابل مشاهده باشه اگر ببینید. از سال 1944 تا سال 1971 قیمت طلا برای اولین بار توی دنیا قیمت گذاری شد. یعنی اینجا رسیدیم به این که دیگه طلا قیمت داره. یعنی یک اونس طلا که معادل 31.1 گرمه قیمتش شد $35 و امروز تقریبا رسیده به $2900 $3000. هستید با هم؟ یعنی درک میکنید منظورم رو؟ اینکه آمریکا تعهد داده بود که این کارو نکنه. تو سال 1971 میشه سال 1350 خودمون، 1351 خودمون، ایران، ژاپن، آلمان و چند تا کشور دیگه که ذخایر دلاری زیادی داشتن متوجه میشن که مجموع ذخایر دلاریشون از کل طلایی که آمریکا داره خیلی بیشتره. میرن سراغ آمریکا، به آقای نیکسون که اون زمان در واقع رئیس جمهور امریکا بوده، میگن آقای نیکسون چه جوریه داستان، تو همینجوری رفتی واسه خودت پول چاپ کردی، قرار بود این کارو نکنی. نیکسون میگه چه کشکی، چه دوغی، کی گفته؟ و من دوست دارم خودم پول چاپ کنم و هیچ کسی هم نمیتونه جلوی امریکا رو بگیره. و این اتفاق توی اقتصاد دنیا معروفه به شوک نیکسون در سال 1971 که باعث میشه قیمت طلا افزایش پیدا کنه. الان شما متوجه میشید که دیگه قیمت طلا افزایش پیدا نکرده، در واقع ارزش دلار بوده که کاهش پیدا کرده. در واقع آمریکا دستش تو جیب تمام مردم دنیا بوده و دلار چاپ میکرده و از کشورهای مختلف کالا و خدمات میخریده با کاغذهایی که بدون پشتوانه بوده، با یه کاغذ الکی، هیچ ارزشی نداشته و قیمت طلا از $35 در هر اونس میرسه به حدود $3000 در هر اونس. و این چیزیه که امروز ما خیلی راجبش صحبت داریم. تا اینجا ما متوجه شدیم که دیگه پول چیه، ارز چیه، چه تفاوتی با هم دارن. اما یه ذره می‌خوایم بریم جلوتر در مورد ارزهای فیات صحبت کنیم. فکر کنم یکی از دوستان تو چت گفته بودن ارز فیات. ما پولایی که امروز داریم، این همین ارزها، همین کاغذایی که دستمونه که بهش میگیم پول رایج کشورها، اینا ارزهای فیات هستن. فیات به معنی بدون پشتوانه، یعنی هیچ چیزی پشتشون نیست و اینا فقط یه کاغذ خالی هن. یه زمانی پول مساوی طلا بود، اما امروز دیگه پول مساوی طلا نیست. یعنی چی پول مساوی طلا نیست؟ سال 1976 کشورها دور هم جمع میشن میگن همینجوری که نمیشه ما کاغذ پاره چاپ کنیم، یه پشتوانه‌ای باید داشته باشه. تصمیم میگیرن که جی دی پی کشورها پشتوانه پول کشورها باشه. جی دی پی خیلی سادهش میشه تولید ناخالص داخلی. بخوام ساده تر بگم، بله ویدیو ضبط میشه براتون دوستان. جی دی پی یعنی چی؟ تولید ناخالص داخلی یعنی چی؟ خیلی ساده بگم یعنی مجموع درآمد همه آدم‌های یک کشور، بهش میگن تولید ناخالص داخلی. یعنی ما ایرانی‌ها هممون که داخل کشوریم با هم دیگه چقدر تولید ارزش میکنیم و این میشه پشتوانه پولمون. الان میفهمیم که چرا پول ما بی‌ارزش‌تر از اماراته، چرا پول ما بی‌ارزش‌تر از مثلا امریکاست، چرا پول ما بی‌ارزش‌تر از عمانه، چون ما ارزش آفرینی کمتری کردیم نسبت به اونا و اونا دارن ارزش آفرینی بیشتری میکنن. بریکس که بعیده اصلا ارزی رو بزنه، در موردش صحبت میکنم انتها بهتون میگم. البته تو کانالم هم نوشتم، وقت کردید بخونید، ولی انتهای کلاس هم توضیح میدم. حالا میخوام یه سوال ازتون بپرسم. از اینجا تازه کلاسمون شروع میشه، یعنی اینجا همش تاریخچه بود که بفهمیم چه خبره، اینجا تازه میخوایم بریم توی اصل مطلب. دوستان ما یه برنامه‌های تلویزیونی هست مثلا میگه گل رز مساویه، ولی میگه عشقم، میگه مثلا قرمه سبزی، میگه یاد مامانم میافتم، میگه مثلا نمیدونم گردنبند فلان، میگه یاد مثلا فلانی میافتم. من الان میخوام بگم پول مساویه، همونطور که تو تصویر میبینید پول مساویه. تو ذهن شما پول مساویه چیه؟ میشه برای من بنویسید پول مساویه چیه؟ این اولین سنگ بنای قرار باورهای مالیتون باشه. پول مساوی رفاه، آرامش، همه چی، آبرو، آرامش و خوشبختی، زندگی، مرسی ممنون، عزت. پول مساوی، آفرین، پول قدرت، سلامتی، خوشبختی، ثروت، عشق.
این پول مساوی ایناست دیگه تو ذهن ما. ببینید ما یه ذهن دوالیتی داریم. مرسی از همه عزیزان، چون من خیلی اسما سریع از جلو روم رد میشه. من تک تکتون تشکر میکنم که همکاری میکنید. مرسی، باعث میشه کلاس جذابتر بشه برای بقیه. ممنون از شما. چیزی که در واقع ما به عنوان امروز میخوام یه ذره مغزمون رو بشناسیم. مغز ما یه حالت دوالیتی داره. دوالیتی یعنی چی؟ یعنی همه چی رو با زوجش میشناسه. وقتی من میگم شب، احتمالاً شما میگی روز، میگم زن میگی مرد، میگم خوب میگی بد، میگم خدا میگی شیطان. میگیری؟ دوالیتیه، همه چیز رو با زوجش و مخالفش میشناسه. وقتی من میگم پول مساوی خوشبختی، بی پولی مساوی بدبختی. وقتی میگم پول مساوی رفاه، بی پولی مساوی سختی. پول مساوی عشق، بی پولی هیچکی آدم حسابم نمیکنه، هیچکی دوستم نداره. پول مساوی زندگی، بی پولی مساوی مرگ. به خاطر اینه که طرف ورشکسته میشه و خودکشی میکنه. چون ما اینجوری میبینیم دیگه، تعاریفمون اینه. به خاطر اینه که پول تو جیبمون نیست، از در خونه بیرون نمیاد. من میخوام این تمرینی که من 6 7 ساله با خودم کردم رو شما هم با خودتون داشته باشید. من 6 7 ساله که دارم تمرین میکنم. مسعود امیری، تعریف پول تو دنیا عوض شده. یه روزی پول مساوی طلا بود. یعنی اگر من آدم جنگاوری بودم، جنگجو بودم، میرفتم میجنگیدم، غنایم زیادی میآوردم، من ثروتمند میشدم. و معمولا توی تاریخ آدم‌های ثروتمند آدم‌های پرزور و جنگاور و جنگجو یا آدم‌های تاثیرگذاری بودن که میتونستن ارتشی داشته باشن، دار و دسته‌ای و تیمی داشته باشن که بتونن بجنگن و کسب طلا کنن. اما امروز معنی تغییر کرده. پول مساوی ارزش آفرینیه دوستان. پول مساوی ارزش آفرینی. اون چیزی که امروز ما دنبالشیم، پول مساوی ارزشه. اگر بتونی ارزش آفرینی کنی پولدار میشی. ای بابا، نیم ساعت اومدیم کلاس بازارهای مالی، تو داری به ما میگی برو ارزش آفرینی کن، برو کارآفرینی کن. اگه میخواستم کارآفرینی کنم میرفتم کلاس کسب و کار و کارآفرینی میشستم، نمیومدم بازارهای مالی. یه راه دومی هم وجود داره. اگر سخته با پولت ارزش آفرینی کنی، پولتو بذار جایی که ارزش آفرینی میکنه. این راه ساده تریه. میگیری بازی رو؟ میخوام درکش کنی ها. مثالش چیه؟ مثالش اینه که من پولمو به جای این که برم سهام ایران خودرو بخرم، میرم سهام انویدیا میخرم. کسی از انویدیا رو بشناسه توی کلاس؟ شرکت انویدیا. من به جای اینکه برم سهام سایپا بخرم، میرم سهام انویدیا. نه حتی یه نفرم بشناسه خوبه ها. اونی که میشناسه بگه. نه نمیشناسین؟ بله، یه نفر میشناسه، آقای نوشاد. مرسی. یه شرکت آمریکایی تولید کننده کارت گرافیک. دقیقاً. مرسی. بقیه دوستان که نمیشناسن من توضیح میدم چیه، ولی برید راجبش. من به جای اینکه پولمو بذارم تو سایپا میرم سهام اپل میخرم. من به جای اینکه پولمو بذارم توی نمیدونم شبندر میرم سهام گوگل رو میخرم. من میرم جایی پولم رو میذارم که ارزش آفرینی میکنه. این خیلی مهمه، چون پول مساوی ارزشه. اینو فراموش نکنید، پول مساوی ارزشه. حالا انویدیا رو من براتون یه مثال بزنم، بعد برید راجع به انویدیا بخونید، خیلی باحاله. انویدیا یه شرکت 40,000 نفر است، اندازه ایران خودروی خودمون. 39,000 خورده ای نفر. ایران خودرو یه ذره بیشتر از اون کارمند داره، یعنی 40,000 نفر به اندازه ایران خودروی خودمون. ارزشش 3 تریلیون دلاره. حالا 3 تریلیون دلار یعنی چقدر؟ به قول اون بنده خدا تو اون فیلمه، من تا 1 2 میلیارد 5 میلیارد 10 میلیارد رو میفهمم، شاید 100 میلیارد هم بفهمم، ولی 3 تریلیون دلار رو نمیتونم درکش کنم. منم همینطور نمیتونم درکش کنم 3 تریلیون دلار یعنی چقدر. براتون مثال میزنم، با مثال بریم جلو. کل ارزش بازار بورس آلمان 3 تریلیون دلاره. یعنی یه شرکت توی امریکا با 40,000 نفر اندازه کل بازار بورس آلمان میارزه. خب بازم من نمیدونم الان بازار بورس آلمان چقدره. اشکال نداره. ما اگر تو بازار بورس آلمان بنز و بی ام و رو بکشیم بیرون، بنز و بی ام وش اندازه کل بورس ایرانه. میدونم الان همتون لبخند روی لبتون اومده. یعنی فقط بنز و بی ام و یه شرکت بنز و بی ام و از آلمان رو بکشیم بیرون اندازه بورس ایرانه. بورس آلمان، کل شرکت های آلمانی، سیمنس و کلی شرکتی که قطعا میشناسید شما دیگه، همه اینا کنار هم دیگه میشن اندازه فقط انویدیای امریکا. خب این شرکت داره ارزش آفرینی میکنه. من میرم سهام این شرکت رو میخرم. من تو دوران کرونا میرم سهام زوم رو میخرم.
من تو دورانی که میدونم بیت کوین داره رشد میکنه میرم بیت کوین میخرم. من امروز اتریوم میخرم چون میدونم ارزش آفرینی داره میکنه، بهش میگن اینترنت آینده. من میرم لینک میخرم چون میدونم داره ارزش آفرینی میکنه. من میرم تون میخرم چون میدونم آینده خیلی خوبی داره. من روزی بی ام بی $4 خریدم، امروز $600. امروز تون $3 دارم، میگم بخر. از این جمع 110 نفره 12 نفر میرم میخرم، بعدا میگن همین دمت گرم گفتی اون روز فلان تون بخر. من خریدم الان قیمتش مثلا $80. میگیری منظورمو؟ میخوام بگم که من میرم پولمو میذارم جایی که داره ارزش آفرینی میکنه. یا خودم ایجاد ارزش میکنم یا پولمو میذارم جای ارزش آفرینی کنه. حالا میخوایم یاد بگیریم که کجاها ارزش آفرینی میشه، پولمون رو ببریم جایی بذاریم که ارزش آفرینی میشه، خب سود میده دیگه. خیلی خوبه. دوستانی که تو بورس کار میکنن بهترین پی بی ای برای سهم چقدره؟ اگه اینجا کسی رو داریم که تو بورس کار میکنه، فعالیت میکنه، بهترین پی بی ای چقدره؟ پی بی ای 5 مثلا. آها. نه پی بی ای 30 خیلی خوب نیست. منظورتون 30% سوده احتمالاً. آره مثلا شرکت 30% سود بده خیلی خوبه. 5 آره. 4 آفرین. 3 خوبه بذاریم پی بی ای رو زیر 3. آفرین. مثلا اگه 3 در نظر بگیریم یعنی یه شرکتی 34-5% سود بده خیلی خوبه. ما تو تورم 60-70% شرکت 35% داره به من ضرر میزنه، داره پول من رو از بین میبره، داره ارزش پول من رو از بین. اون شرکت ارزش آفرینی نمیکنه. من میرم پولمو میذارم تو شرکتی که اندازه کل کشور آلمان داره ارزش آفرینی میکنه و توی 2 سال اخیر چند هزار برابر شده قیمتش. خب مثلا ببینیم ما که نمیشناختیم، از این به بعدم نمیشناسیم. خب اومدید این کلاس و قراره اینو با هم ادامه بدیم که بشناسید دیگه، یعنی قراره با هم دیگه آشنا بشیم. این کجا پولم ارزش آفرینی میکنه، پولمو بذارم اونجایی که ارزش آفرینی میشه ارزشمنده. من پولمو بذارم اونجا پولدار میشم. گرفتی بازی چیه؟ منظورم از فونداسیون ذهنت چیه؟ همش با خودت بگو پول مساوی ارزش، پول مساوی ارزش، پول مساوی ارزش. این خیلی مهمه که همیشه حواست باشه یا باید ارزش آفرینی کنم یا پولمو بذارم جایی که ارزش ایجاد میکنه. دوستان ما به این نگاه میگیم نگاه فاندامنتال. من همه اینا رو گفتم، برسیم به یک کلمه فاندامنتال. فاندامنتال یعنی بنیادی دیدن و 80% کل قضیه توی فاندامنتال بحث بنیاد، فونداسیون و زیربنای یه داراییه. بیت کوین چیه خیلی مهمه. میگیرید منظورمو؟ خیلی از دوستان دارن تو بازارهای ارز دیجیتال، خیلی از بازارها فعالیت میکنن ولی نمیدونه بیت کوین چیه. میری ازش میپرسی میگه بیت کوین چیه؟ میگه ارز دیجیتال دیگه. میگه بلاک چین یعنی چی؟ نمیدونم، زنجیره‌ای از بلوک هاست. نمیدونه داره شما وقتی ندونی ماشین چیه دقیقاً و چه جوری کار میکنه، احتمالاً اگه بری تو خرید و فروش ماشین کلا سرت میره، احتمالاً میبازی و ضرر میکنی. چون یه جایی یه ماشین رنگداری، یه ماشینی که موتورش مشکل داره یا گیربکسش مشکل داره رو میخری و روش ضرر میکنی. وقتی ما ندونیم کدوم خوبه کدوم بده توی ارزهای دیجیتال، امروز بالای 8 میلیون ارز دیجیتال داریم که قطعاً همشو من نمیشناسم و هیچکی نمیشناسه همشو یه جا، ولی همین که بدونیم 50 تا 100 تا این 100 تا رو بشناسیم کاملا کدوم یکی از این 100 تا خوبه، این خیلی بهمون کمک میکنه. و موضوع بعدی 20% اخبار حول اون داراییه که جلوتر براتون مثال میزنم. اخبار حول دارایی یعنی چی؟ آقا مثلا فلان شرکت داره فلان کارو میکنه، مثلا فلان شرکت این خدمات رو جدید اضافه کرده، فلان موضوع رو اضافه کرده. این اخبار باعث میشه که اون قیمت پیدا کنه. خب خاطرتون هست راجع به طلا صحبت کردیم، حالا بریم سراغ بیت کوین که بهش میگن طلای دیجیتال. بریم راجع به بیت کوین. اگه تصویر اسلاید رو دارید میتونید اسلاید رو بزرگ نمایی کنید ببینید، یا اینکه نه فرق نمیکنه من براتون توضیح میدم و تصویر اسلاید رو اگر ندارید هم خیلی ایرادی نداره. اما بیت کوین چیه؟ اولین خصوصیت بیت کوین که بهش ارزش ذاتی میده تولید غیر متمرکزشه. تولید غیر متمرکز یعنی چی؟ بیایم با هم دیگه اول متمرکز رو بشناسیم بعد غیر متمرکز رو بشناسیم. متمرکز یعنی چی؟ متمرکز یعنی این که مثلا اینجوری بگیم متمرکز رو. من یکی از اسامی اینجا که مثلا آقای الماسی که آخرین نفری که پیام دادن، مثلا من میخوام 10 میلیون تومان برای آقای الماسی انتقال بدم
احتمالاً باید برم تو موبایل بانکم و از طریق موبایل بانکم وصلشم به سرور بانک و بگم 10 میلیون تومن انتقال بدید به آقای الماسی و شماره حساب آقای الماسی رو بدم. سرور بانک 10 میلیون تومن از حساب من کم میکنه، 10 میلیون تومن به حساب آقای الماسی واریز میکنه. به این میگن یه دارایی متمرکز. امروز خیلی از دارایی‌های متمرکزه. یه خونه سنددار دارایی متمرکزه، یعنی یک جا توی سروری ثبت شده که این زمین، این خونه، این ملک، این مسکن مال این شخصه. به میگن دارایی متمرکز و دولت‌ها دوست دارن دارایی‌ها رو متمرکز کنن. چرا؟ چون دولت‌ها طی کل تاریخ دوست داشتن جان و مال و ناموس مردم در اختیار اونا باشه و مال اونا باشه. همه دولت‌ها دوست دارن همه چیز متمرکز باشه و همه چیز رو اونها بهش تسلط داشته باشن، اونا بدونن. به خاطر این امروز میگم بیاید زمیناتون رو سنددار کنید، طلاهاتون رو ثبت کنید، سکه می‌خرید باید کد ملی بدید و موضوعات مختلف دیگه که دولت‌ها دوست دارن این رو متمرکز کنن. یه مثال از غیر متمرکز بزنیم. طلا یه چیز غیر متمرکزه، طلایی که ثبت نشده. امروز من نمیدونم شما چقدر طلا دارید، شما هم نمیدونید من چقدر، و هیچ جایی هم ثبت نشده. دلاری که تو خونه هامون داریم هیچ جایی ثبت نشده و غیر متمرکزه. احتمالاً پول نقدی رو که داریم هیچ جایی ثبت نشده و غیر متمرکزه. دارایی‌های قولنامه‌ای که داریم، زمین، خونه، ملک، ویلا، اینا اگه قولنامه‌ای باشه غیر متمرکزه. غیر متمرکز یعنی این که یا در اختیار توه یا اگر سندی براش داری، اون سندی که در اختیار توه یه تعداد شاهد داری که اون شاهدا تایید میکنن این مال شماست. یعنی من و شما اگر یه زمین قولنامه‌ای رو با هم خرید و فروش کنیم، احتمالاً 2 نفر شاهد، 3 نفر شاهد میاریم پاش امضا کنه و اون 2-3 نفر تایید میکنن که بله این معامله انجام شده. به این میگن کاملا غیر متمرکز. بله طلا رو اگه بذارید بانک بشه متمرکز دیگه دقیقاً. خب حالا بریم ببینیم غیر متمرکز چجوری کار میکنه. شما فکر کنید من برای آقای فامیلشون رو یادم رفت، آقای الماسی بودن، برای آقای الماسی که میخواستم 10 میلیون تومان واریز کنم، ما میخوایم 10 تا بیت کوین ارسال کنیم، 10 تا نه 10 تا مسعودی، همون واحد پول خودمون، واحد پول کلاسمون. من میخوام 10 تا مسعودی براشون واریز کنم و ایشون 10 تا مسعودی انتقال بدم. شرط واریز تو کلاس ما اینه که هر انتقالی که انجام میشه یه شرطی میذاریم برای غیر متمرکز شدنش. 110 نفر الان تو کلاسن، 111 نفر، 109 نفر. این 110 11 نفر، هر چند نفر که تو کلاسن، زیر این انتقاله امضا کنن. وقت کی میتونه بزنه زیرش؟ چون دید بانک چقدر هک میشه، چون یه سروره. من میرم اون سرور رو هک میکنم، پول از اون حساب برمی‌دارم میذارم یه جای دیگه. تموم شد. همین. اما من 10 میلیون تومان یا 10 تا مسعودی انتقال میدم برای آقای الماسی و 110 نفر توی اون دفترچه‌ای که دارن ثبت میکنن مینویسن مسعود امیری 10 میلیون تومان یا 10 تا مسعودی داد به آقای الماسی. حالا من اگه با 10 نفر بچهای کلاس بریزیم با هم دیگه ببندیم که سر آقای الماسی کلا بذاریم، 100 نفر دیگه کلاس میگن نه بابا این داره دروغ میگه، این 10 نفر دروغ میگن. واقعا ایشون پولو داده به آقای الماسی و تموم شده. دقیقاً بیت کوین این شکلی کار میکنه. خیلی جالبه دوستان. بیت کوین 4 میلیون ماینر سراسر دنیا داره که تو کلاس دقیقاً توضیح میدیم مثلا ماینر چیه، چه جوری کار میکنه، اصلا چه جوری میتونید استفاده کنید، چه جوری میتونید ازش پول در بیارید. 4 میلیون ماینر سراسر دنیا وجود داره که هر تراکنشی که انجام میشه رو ثبت میکنه. چقدر جالب، چقدر قشنگ. واو، آقای ساتوشی چه کاری کرده، چه چیزی ساخته که حتی خودش هم امروز نمیتونه بهش دست بزنه، چون 4 میلیون ماینر سراسر دنیا دارن این رو ثبت میکنن. 4 میلیون ماینرها کیان؟ همون 10 نفری که سر کلاس ما نوشتن که آقا مسعود اینقدر پول داد به آقای الماسی. میگیرید منظورمو؟ خیلیه ها، 4 میلیون جا ثبت میشه انتقال بیت کوین شما. حالا من هکرم، یه دونه 2 تا 10 تا 100 تا 1000 تا 10,000 تا ماینر رو میتونم هک کنم. میشه؟ نمیشه که. میگیرید منظورمو؟ پس بیت کوین یه دارایی کاملا غیر متمرکزه و مادامی که تو جیب شماست مال شماست. یه مثال براتون بزنم از دارایی‌های متمرکز و غیر متمرکز بیشتر بشناسیمشون. من یه مشکل بیمه‌ای پیدا کردم، با بیمه یه مسئله خوردیم، بیمه منو جریمه کرد. 123 میلیون تومان بود فکر کنم اون جریمه 2-3 سال پیش. و رفتم بحثا و فلان و این حرفا، رفتم اجراییات. تو اجراییات گفتم که ساتوشی خالق بیت کوینه، نمیشناسیمش، هیچ کی هم نمیدونه کیه، هیچ کی نمیدونه. من مثل آقا خانم یه تیمه، ولی حالا هر کی یه کسیه که بیت کوین رو خلق کرده و رفته.
و به خدمت شما عرض شود که رفتم اجراییات گفتم که خب برید شکایت کنید، برید شکایت کنید، یا شما درست میگی یا من درست میگم، هر کدوم اوکی بود یه دادگاه محکوم میکنه و من پرداخت میکنم و شما میبخشید دیگه. فردا صبح از خواب بیدار شدم دیدم تمام حسابای بانکیم مسدوده. 2 روز بعد یکی به من زنگ زد گفت ماشینی که ازت خریده بودم میخوام ببرم سند بزنم و ماشین توقیفه. رفتم دیدم تمام املاکم توقیف شده و خیلی جالبه اونا تمام دارایی‌های متمرکز منو توقیف کرده بودن به خاطر 123 میلیون تومان. بعد من با سر پایین رفتم اونجا با خنده و اینا با شوخی گفتم که بابا قرار بود حسابا رو ببرید. گفت بابا من خودم ضابط قضایی ام. یعنی چی حسابا رو ببرید؟ همه حساباتو هستیم، حالا واسه بچه آدم برو پولمون رو پرداخت کن برگرد بیا با هم صحبت می‌کنیم. و به خدمت شما عرض شود که اونا نتونستن طلاهای توی جیب منو، طلاهای توی خونمونو، دلارهای توی خونمونو، نمیدونم دارایی‌های من رو، اونا رو نتونستن توقیف کنن. اونا نتونستن املاک قولنامه‌ای منو توقیف کنن. میگیری منظورمو؟ اونا نتونستن بیت کوین منو توقیف کنن، اونا نتونستن اتریوم منو توقیف کنن، چون اینا دارایی‌های غیر متمرکزه و اونا نمیتونن نه اونا، هیچ کس دیگه هیچ جای دنیا نمیتونه اینا رو از تو بگیره چون مال توئه و هیچ جایی هم ثبت نشده و تو میدونی که اون مال توئه. این خیلی مهمه. اینه که ارزش یه دارایی رو میسازه. من همیشه میگم دارایی که دارایی که ثبت شده مال دولته، فقط دولت اجازه داده الان استفاده کنی، اگه خوشش نیاد ازت میگیره. نمیگیره؟ ندیدید؟ دیدیم دیگه، کلی از حسابا برداشت میکنن خودشون، مصادره میکنن، خوشش نمیاد، به هر دلیلی از شما امروز خوشش نمیاد، به هر دلیلی صلاح نمیبینه شما اون دارایی رو داشته باشید. میگیری منظورمو؟ صلاح نمیبینه شما امروز اون دارایی رو داشته باشی، ازت میگیره. این بدیه دارایی متمرکزه. بریم سراغ اون فاکتور بعدی که به بیت کوین ارزش میده. تعدادش محدوده دوستان، 21 میلیون تا ازش کلا وجود داره و نه کسی میتونه یه دونه زیادش کنه نه کم، چون گفتیم دیگه 4 میلیون جای اینا ثبت شده و 19 میلیون تاش استخراج شده، 1.5 میلیون تا تقریبا 1.5 میلیون تاش مونده و این 1.5 میلیون تاش 120 سال دیگه طول میکشه تا استخراج بشه. پس یکی از دلایل دیگه دیدید تقریبا شبیه طلای دیجیتاله. دقیقاً همون خصوصیاتی که طلا داره رو این داره. غیر متمرکز طلا اینم هست، تعداد میزانش محدود طلا اینم هست، تولیدش پرهزینه است. امروز میگن فقط مصرف برقی که برای تولید یه بیت کوین نیازه $30,000. حدود $30,000 برق نیازه تا این تولید بشه. به خاطر اینه که من بیت کوین 20,000 تایی رو میگفتم خریدنیه. آندر ولیو بود دوستان، زیر ارزش واقعیش بود. این آندر ولیو بودنش ارزشمندش کرده بود اونجا و خریدنی بود. میگید امروز اتریوم آندر ولیوه دوستان، امروز واقعا اتریوم آندر ولیوه و تازه این فقط هزینه برقشه، هولوش 20-30 هزار تومان با توجه به اینکه تو کدوم کشور داره تولید میشه. هزینه‌های پرسنلی و جا و سرمایش و فضا و این داستانا، تعمیرات، نگهداری و مسائل مختلف داره. موضوع بعدی شفافه، دقیقاً مشخصه از کجا به کجا رفته. شما میتونید قشنگ رد بیت کوین رو ببینید کجا به کجا رفته. موضوع بعدی مالکیت انحصاری که توضیح دادم. مادامی که بیت کوین تو کیف پول شماست مال شماست. عین طلا دقیقاً، مادامی که طلا تو جیب شماست مال شماست. زمانی که از جیبت میفته اگه کسی دیگه برداره مال اونه. قابل دسترس برای همه، دقیقاً مثل طلا. هر کسی هر جای دنیا برق و اینترنت داشته باشه میتونه بیت کوین داشته باشه. دیدید فاندامنتال اومدیم بیت کوین رو دیدیم. حالا تو کلاس فاندامنتال اتریوم رو می‌بینیم، ارزهای دارایی‌های دیگر رو مثلا می‌ریم میکر رو بررسی می‌کنیم، می‌ریم کیک رو بررسی می‌کنیم، می‌ریم تون رو بررسی می‌کنیم. آروم آروم می‌فهمیم که چه جوری باید بریم سراغ فاندامنتال بررسی کردن. خیلی مهمه بنیاد چیزی رو بشناسی. وقتی بشناسی رو قیمتای خوبی اون رو می‌خری و سودای خوبی می‌کنی. بریم یه ذره جلوتر. خب می‌خوایم بریم وارد تکنیکال بشیم. من تکنیکال رو همونطور که فاندامنتال رو با موضوع پول اومدم جلو رسیدیم به بیت کوین، میخوام تکنیکال رو با بازار ایران نشونتون بدم که ببینید اصلا تو خود بازار ایران چقدر تکنیکال جواب میده. چقدر تکنیکال یعنی چی؟ یعنی با اعداد و ارقام. یعنی با اعداد و ارقام کار کردن. فاندامنتال یعنی بریم بنیاد و فونداسیون یه چیزی رو در بیاریم. تکنیکال نه، میگه نمودار رو نگاه کن، قیمتا رو نگاه کن، بررسی کن ببین چه خبره. خب
من یه چیزی ساختم به نام قیف بازار سرمایه. این فکر میکنم ابداع خودم باشه، جایی ندیدم، شاید هم حالا جایی دیده باشید شما، نمیدونم، ولی این ساخته ذهن خودمه. قیف بازار سرمایه. قیف بازار سرمایه یعنی چی؟ من از سال 96 این ایده به ذهنم زد که این بازار ایران داره اینجوری میره جلو و خودم این کارو کردم. از جایی که خودم این کارو کردم رو برای شما آوردم. یعنی از سال 97. ببینید ما تو کشورمون اینجوریه که اول دلار رشد میکنه، همزمان با دلار طلا رشد میکنه. اینجا خیلی مهمه ها، اینو ببینی. من میخوام بگم کل این وبینار میتونه یه قسمت زندگی مالی تو عوض کنه. یعنی حتی اگر با هم دیگه ادامه ندیم، هیچ آموزشی نبینیم با هم دیگه، همین یه قسمتش میتونه زندگی مالی تو عوض کنه. به قول میدم این قسمتش خیلی مهمه. دوستان نگاه کنید، تو کشور ما دلار و طلا همزمان با هم رشد میکنن. بعد از اینکه طلا رسید به اوج، آروم آروم پول از طلا خارج میشه، میره تو خودرو که به اوج رسید خارج میشه، گاه هم وارد بورس میشه، بعضی وقتا هم جای بورس و خودرو عوض میشه. بعد از بورس خارج میشه، وارد مسکن میشه و مسکن رشد میکنه. و یه راهکار وجود داره که شما از کل این پروسه بتونید رشد بگیرید. حالا در مورد راهکارش با هم دیگه صحبت میکنیم. من خیلی با خریدن دلار موافق نیستم، چون از لحاظ اخلاقی درست نیست. با خریدن دلار کاغذی باعث افزایش قیمت دلار میشه. اگه بخواید دلار بخرید جاش طلا بخرید، خیلی بهتره قطعا نسبت به دلار. من از طلا فقط حساب کردم. یعنی اگر ما طلا رو بخریم، مثال میگم 10 میلیون تومان مثلا طلا بخری، 180% رشدش رو بگیری، بعد بفروشی، خودرو بخری. این عدد مثال ها 10 میلیون تومان، بعدم میریم جلوتر با هم دیگه توضیح کامل میدم. بعد خودرو بخری، بعد خودرو رو بفروشی، بری تو بورس سرمایه‌گذاری کنی، بورس رو بفروشی، بری مسکن بخری. جمعاً اگه این کارو می‌کردی تو سال 97 17 برابر میشد پولت. یعنی اگر از این روند تورمی استفاده می‌کردی، پولت 17 برابر میشد. حالا بریم سال 98 رو ببینیم. تو سال 98 طلا 20% رشد کرد، خودرو 83%، بورس 168% و مسکن 20% رشد کرد. اگر بازم از این قیف استفاده می‌کردی، پولت 7 برابر میشد. ای بابا مسعود امیری، داری میگی درد دلمون رو تازه می‌کنی، ما که نتونستیم استفاده کنیم. اشکال نداره، وقت زیاده که یادش بگیرید و استفاده کنید. سال 99 طلا 73% رشد کرد، خودرو 83%، بورس 153% و مسکن 83%. اگر ازش استفاده می‌کردی پول 14 برابر میشد. سال 1400 اگر از این قیف استفاده می‌کردی پولت 2 برابر میشد. سال 1401 اگر از این قیف استفاده می‌کردی پولت 8 برابر میشد. و سال 402 اگر از این قیف استفاده می‌کردی پولت 2 برابر میشد. یکی از دوستان زحمت میکشه با یه ماشین حساب این اعدادی رو که من عرض میکنم خدمتتون رو ضرب کنه. کسی هست؟ مرسی از شما جناب نوشاد آقای اردبیلی، ممنون ازتون. 2 ضرب در 8 ضرب در 2 یعنی تا الان 32. 2 ضرب در 8 میشه 16، ضرب در 2 میشه 32، ضرب در 14 ضرب در 7 ضرب در 17. عددش چقدر شد؟ یکی بر من بنویسه. مرسی از شما آقای اردبیلی. 53312. با اون 312ش کاری نداریم. 53000 برابر. پول من از سال 97 تا الان اگه از این روند تورم استفاده میکردم 53000 برابر میشد. بله قطعا که 53000 برابر میشد. یه مثال براتون بزنم، بعد بریم این 53000 برابر براتون توضیح بدم، چون الان فکر می‌کنیم اصلا داری جو میدی، مگه میشه پولمو 53000 برابر میکردم. دوستان شما اگر 1 میلیارد سال 1400 داشتید، با فرض این که سکه اون موقع 5 میلیون تومان بود، چند تا سکه میتونستید بخرید؟ 200 تا. درسته؟ 200 تا. حالا فرض این که سکه الان 50 میلیون تومنه و 50 میلیون نیست که 70 میلیون تومنه. با فرض این که 50 میلیون تومنه، اون 1 میلیارد چند تا سکه میشه؟ 20 تا. آفرین. از 200 تا 20 180 تا سکه است فاصله. طی این 3 سال 180 تا سکه دولت از شما دزدیده. میگیری منظورمو؟ 180 تا سکه از جیب شما زده. اگه 1 میلیارد داشتی و تو 1 سال نگهش می‌داشتی.
حالا بریم با هم دیگه ببینیم چجوری میتونیم جلوی این دزدی رو که میگیریم هیچ سودم بکنیم و ازش استفاده کنیم. جواب مثال عرض کردم. خب ببینیم چیکار باید میکردیم 53,000 برابر بشه پولمون. شما اگه کف سال 97 طلا میخریدی، تو سقفش میفروختی، دوباره کف خودرو رو میخریدی، تو سقف میفروختی، دوباره میرفتی کف بورس سقف میفروختی، پولت 53,000 برابر میشد تو این مدت. خب مثلا این که نمیشه، اصلا امکان نداره من تو کف بخرم تو سقف بفروشم. این خیلی بعیده این اتفاق بیفته. بله دقیقاً بعیده. من میگم 50,000 برابر نه، 10,000 برابر نه، 1000 برابر نه، 100 برابر که میتونستی پولتو بکنی. 100 برابر که میشد بکنی. اگر نکردی مهم نیست 1 میلیون 5 میلیون 10 میلیون اون روز چقدر داشتی. موضوع اینه اینو قراره یاد بگیریم کنار هم دیگه. اینو قراره یاد بگیریم چجوری سخت متوجه بشیم. مثلا قراره تو تکنیکال اینو یاد بگیریم. مثلا جای تکنیکال همینه دیگه. من کفو پیدا کنم، سقفو پیدا کنم، تو کفا بخرم، تو سقفا بفروشم. پس چی شد بازی؟ اشکال نداره حالا کفو پیدا نکن، سقفم پیدا نکن، پولتو 50,000 برابر نکن. با 100 برابر که میشد بکنی، 200 برابر که میشد بکنی. مسئول امیری کردی؟ آره. میگیری منظورمو؟ میخوام بگم که خیلی ساده است این پروسه. اگر یادش بگیری میتونی پولتو رشد بدی. حالا همین هرم، همین قیف سرمایه تو بازار کریپتو هم وجود داره. همین قیف سرمایه میبینیم تو بورس ایران وجود داره. همین قیف سرمایه میبینیم تو بازار جهانی وجود داره. شما میتونید از این قیف سرمایه همه جا استفاده کنید. میگیری عدد خیلی زیاده ها، خیلی راحت میتونی رشدش بدی. فقط چون ریز داره رشد میکنه متوجه قضیه نیستیم، حواسمون نیست. خیلی مهمه که بتونیم از این استفاده کنیم و قرار ما تو بحث تکنیکال یاد بگیریم با تجزیه و تحلیل قیمت، با حجم معاملات، تجزیه و تحلیل روند، قیمت توی روند و مسائل این چنینی یادش بگیریم که چه جوری میتونیم بفهمیم که کجا باید بخریم کجا بفروشیم. همه دارایی ها رو میتونید یاد بگیرید که کجا بخرید کجا بفروشید. این بهش میگن تحلیل تکنیکال. یه چند تا مثال فاندامنتال و تکنیکال با هم دیگه بزنیم که چجوری میشه دید فاندامنتال پیدا کرد، چجوری میشه. من 3 تا مرحله براش میبینم دیگه. رشد سرمایه تو بازار مالی رو به نظرم مرحله اول شناسایی فرصته، مرحله دوم زیر نظر داشتن بازاره و مرحله سوم یه نقطه خروج خوب پیدا کنی که ازش خارج بشی، که این نیازمند اون 3 تا علم دیگه: فاندامنتال، تکنیکال، سنتیمنت. مثال سوالتون قطعا اینه که آقا ملک بخریم یا نخریم؟ آینده ملک چی میشه؟ ملک اصلا کجا بخریم؟ خودرو بخریم یا نه؟ طلا بخریم یا نه؟ یه مثال میخوام بزنم. ما تو اقتصاد اینا درسای دورمونه ها، کامل قراره یادش بگیریم. تو اقتصاد ما یه موضوعی رو داریم تحت عنوان توپ بسکتبال. میگن بیشترین جمعیت کشور، یعنی کف هرم سنی یک کشور که بیشترین جمعیت اون کشور رو شامل میشه، تعیین میکنه اقتصاد اون کشور به کدوم سمت بره، اقتصاد اون کشور کجا بره. اونا تعیین میکنن. اون توپ بسکتبال کشور ما دهه چندیان متولدین 60 تا 75 ان. 43 میلیون نفر از کشور ما، یعنی بیشتر از تقریبا امروز نصف کشور ما متولدین 60 و 70 تا 75 ان در واقع. این 15 سال میگیرید منظورمو؟ میخوام بگم که این جمعیت به هر بیزینسی بخوره اون بیزینس رو میترکونه. این جمعیت وارد هر بیزینسی بشه اونجا رو میترکونه. یعنی چی؟ ما زمانی که به دنیا آمدیم شیر خوش کم پیدا میشد. اگه کسی باشه همسن و سال پدر مادرای ما یادشه تو دهه 60 شیر خوش کم بود و میگفتن شیر خوش مثلا دست پسر رفسنجانیه، چون هر کاری که تو ایران خوب بود دست پسرای اون بود دیگه. میگیرید بیزینس خیلی سکه‌ای بود شیر خوش. یه ذره بزرگتر شدیم خونه پیدا ببخشید یه ذره بزرگتر شدیم بیزینس های آموزشی ترکوندن. بیزینس های آموزشی، کاظم قلمچی، گاج، نمیدونم مبتکران. چون ما نیاز به مدرسه داشتیم. یه ذره بزرگتر شدیم نیاز به دانشگاه داشتیم، دانشگاه ها ترکوندن، دانشگاه ها زیاد شدن. یه ذره بزرگتر شدیم
خوردیم به مثلا بیزینس عروسی و ازدواج و اینا، ما نیاز داشتیم ازدواج کنیم، یهویی بیزینس تالارداری ترکون، تالاردارا ثروتمند شدن. یه ذره بزرگتر شدیم، خوردیم به بازار کار ترکید، دیگه شغلی پیدا نشد. یه ذره بزرگتر شدیم، از بابامون پول گرفتیم رفتیم تو بورس رو ترکوندیم. بزرگتر شدیم خودرو خواستیم بخریم، بازار خودرو ترکید. بزرگتر شدیم مسکن خواستیم بخریم، بازار مسکن ترکید و اون رشدای عجیب بازار مسکن رو داشت. حالا اگه با این دید فاندامنتال بریم جلو، امروز چه بیزینسی جواب میده؟ 1 2 10 20 سال دیگه چه بیزینسی جواب میده؟ بنویسید، فکر کنید، یه ذره دید فاندامنتال تمرین کنید. خانه سالمندان برای 20 سال آینده دهه 60 یا پیر میشن، نه ازدواج کردن، یه سریاشون، یه سری که ازدواج کردن بچه ندارن، نهایتا یه دونه بچه دارن و خب بله دیگه باید برن خانه سالمندان. الان چه بیزینسی جواب میده؟ خب ببینید فکر کنیم ببینیم نیاز این دهه 60 ها چیه دیگه. نیاز دهه 60 ها چیه؟ دوستان خاطرتون هست ما بچه بودیم چه جوری مسافرت می‌رفتیم؟ ما دهه 60 ها چه جوری مسافرت می‌رفتیم؟ یعنی مامان بابام ما رو می‌بردن مشهد با یه چادر، احتمالاً مثلا یه روز تو چادر بودیم، بعد مثلا یه دونه از این خونه‌هایی که مدرسه ها میدادن می‌رفتیم یه دوشی می‌گرفتیم و برمیگشتیم. یه نفر نوشت گردشگری. آفرین. امروز چه جوریه داستان؟ امروز دهه 60 70 دیگه 80 دیگه آخر هفته کجاست؟ ویلا. تولد بخواد بگیره ویلا، تولد بچه‌ش ویلا، میخواد خانومش رو سورپرایز کنه ویلا، دست دوست دختر دوست پسرش رو میگیره ویلا. بله ساخت قبل هم میتونه، چون بخش خصوصی فعلا نمیتونه توش وارد شه، میتونه اگر بخش خصوصی وارد شد کار پرسودی باشه. موضوع چیه؟ بحث گردشگری. امروز اگه میخواید ملکی بخرید برید سراغ املاک گردشگری. اگر میخواید تو حوزه املاک وارد شید برید املاک گردشگری بخرید. آره آفرین، ویلا اجاره دادن، املاک گردشگری تو هر زمینه‌ای، تو هر سطحی. حالا با سرمایه‌ای کمتر میشه ویلا اجاره. من دوستایی دارم که ویلا رو سالیانه اجاره میکنن، روزانه اجاره میدن و کلی هم درآمد دارن. کجاها؟ با توجه به شهرتون، استانی که زندگی میکنید، فضای گردشگری اطرافتون. مثلا اگه تو کل ایران بخوایم بگیم میشه شمال ایران، استان مازندران، گیلان، سواحل مکران، بعد توی جنوب مثلا کیش، قشم. کیش خیلی رشد کرده، بعید میدونم جای رشد داشته باشه، ولی باید بررسی کنید با توجه به حجم سرمایه. آره مثلا شمال ویلا سوئیسی. آفرین. اینا ایده هاییه که کلی وجود داره و میشه روش سرمایه گذاری کرد. بله در آینده، تو 10-20 سال آینده، نگهداری از سالمندان بهترین بیزینسه توی ایران. قطعاً بهترین بیزینسه توی ایران. استان گلستان رشدش نسبت به مازندران و گیلان کمتر. خب پس چی شد؟ ما یاد میگیریم چجوری شناسایی فرصت کنیم، همینجوری که امروز براتون. بله آفرین. املاک پزشکی دومین موضوعی که وجود داره، املاکی که کاربری پزشکی دارن، یا اگر میتونید سرمایه گذاری کنید تو حوزه پزشکی حتما انجام بدید. فیزیوتراپی، نمیدونم رادیولوژی، آزمایشگاه، مسائل این چنینی خیلی خوب، ساختمان پزشکان، بیمارستان، اینا خیلی سرمایه‌گذاریش در آینده خیلی خوب میتونه باشه. پس چی شد؟ ما قرارش یه شناسایی فرصت داشته باشیم. تو کریپتو یه مثال بزنم شناسایی فرصت یعنی چی. مثلا ارز ترامپ اومد، روز تعریف ترامپ ساعت 5 صبح ارز ترامپ اومد رو قیمت $0.01 و خب ما موقع خواب بودیم دیگه. من ساعت 9 صبح بیدار شدم، دیدم رو قیمت 5-6 دلاره، 5 خورده $6. ساعت 9 صبح نگاه کردم اون تایما و خب من اومدم سمت دفتر و کارا رو انجام بدم و اینا. ساعت 11 یهو یادم افتاد ارز ترامپ برم نگاه کردم قیمتش رو 12، مثلا 11-12 ایناست. و همه بچهای دفتر رو جمع کردم، سریعا گفتیم بررسی کنیم. بچه‌ها اگر خوبه با یه سرمایه ورود کنیم. بررسی کردیم خیلی مهمه. بعدا یاد میگیرید چه جوری بررسی کنید. کوین مارکت کپ رو بررسی کنید، نمیدونم توکنایزش رو بررسی کنید، توکنومیکش رو بررسی کنید، بحث سرمایه هایی که بهش ورود پیدا کرده، سرمایه گذارش و مسائل مختلف رو بررسی کنید، ببینید که به چه صورته، رو چه شبکه‌ایه. همه اینا رو بررسی کردیم. رو قیمت مثلا ما هولوش فکر کنم 12-12.5 دلار خریدیم و من استاپمو گذاشتم روی 95,000 دلار خریدیم و به فاصله یه روز اون 1000 دلار شد 5500 دلار، یعنی 4500 دلار بهمون سود داد. و این اون چیزیه که شما هم قراره یادش بگیرید که کجا میتونید وارد بشید و چطور میتونید وارد بشید.
و نهایتا نقطه خروج. چجوری نقطه خروج رو پیدا میکنیم مسعود امیری؟ ما یه علمی داریم به نام سنتیمنتال. خیلی مهمه این موضوع، خیلی کم هم راجبش صحبت شده. علم سنتیمنتال علمیه که روان بازار رو نیاز شما ببینی و بشناسی و به دست بیاری. بهت یاد میدم، شاخصهایی بهت میدم که بتونی روان بازار رو تحلیل کنی. کلی شاخص وجود داره، در 12 تا شاخص وجود داره که با اون شاخص ها میتونی روان بازار رو ببینی. روان بازار رو دیدن یعنی چی؟ ببینید مثال براتون میزنم. فکر کنید مثلا همین علی آقایی که نوشتن لوازم پزشکی، من میرم توی مغزشون اینجوری باز میکنم مغزو، میرم تو یه دونه نورون برمیدارم میارم بیرون، به نورون میگم چیکار داری میکنی؟ نورون میگه چی؟ یه سیگنال از این ور میگیرم دارم میدم اون ور. میرم نورون بغلی میگه منم همین، یه سیگنال از این وری گرفتم دادم اون ور. اون یکی نورون اونم همین. ولی آیا واقعا علی آقا داره این کارو انجام میده؟ قطعا نه دیگه. علی آقا امروز داره گوش میده سر کلاس، الان داره میشنوه، احتمالاً داره یادداشت میکنه، احتمالاً داره اینجا جواب میده، تحلیل میکنه ذهنش، ولی اون نورونه نمیفهمه. ما به این میگیم آگاهی یا کانشسنس، یعنی من نسبت به خودم آگاهی دارم اما نورونه توی مغز من آگاهی نسبت به خودش نداره. این آگاهی و کانشسنس تو جامعه هم وجود داره، یعنی شما خیلی راحت میتونید با یک سری ابزارها یه آگاهی جمعی به وجود بیارید. یعنی چی مسعود؟ خیلی پیچیده گفتی، سادهش کنم یعنی که اگه من بیام تو بازار سراغ شما بگم چیکار میکنیم، هیچ، میخرم میفروشم. کجا؟ اینجا میخرم اینجا میفروشم. آقا شما چی؟ اینجا میخرم اینجا. خانم شما چی؟ اینجا میخرم اینجا. خانم شما، آقا شما، اینجا میخرم اونجا. خب این چه چیزی دستگیر من نمیشه. میری خونه فامیل میگن آقا ارزش، اون یکی میگه طلا خوبه، اون یکی میگه دلار خوبه. میری اونجا میگه آقا بورس داره رشد میکنه، اون یکی میگه آقا خودرو بعد 8 لیتر کنه، اون یکی میگه مسکن. خب این که نشد، من اینا رو چجوری بفهمم؟ اینا همون یه دونه نورونان دیگه. میگیرید؟ بله کاملا دوستان، از صفر من آموزش میدم توی کلاس. پس چی شد؟ اینا همون یه دونه نورونان. و حالا ما این نورونا رو میایم کنار هم دیگه جمع میشیم، زوم اوت میکنیم، میبینیم بازار داره اینجوری فکر میکنه. نگاه کلنگر، کانشسنس یا آگاهی بازار داره به این فکر میکنه. همه مردم جامعه اینجوری دارن جمعاً فکر میکنن. شناخت نیازهای جامعه، در موردش صحبت کردیم، خانه سالمندان و مثلا ویلا اجاره‌ای. شناخت جهت جامعه به کدوم سمت داره میره، این خیلی مهمه. نگاه سنتیمنتال تو اینا یادش میدیم اینا رو شما. انتخاب خلاف اکثریت. من همیشه به شوخی میگم من اگه یه روزی برم خونه شوهرم، من ببینم شوهرم من میگه مسعود مثلا بیا یکی پول برای من درست کن، میخوام بیت کوین بخرم، من تمام ارزهای دیجیتالمو میفروشم اون روز. گرفتید موضوع چیه؟ خلاف اکثر جمعیت. انتخابی رو من انجام میدم که اکثر جمعیت دارن میرن. تو بازارهای مالی میگن وقتی همه میخرن تو بفروش، وقتی همه میفروشن تو بخر. وقتی همه میفروشن تو بخر. میگیری منظورمو؟ این خیلی مهمه ها. جایی که همه دارن میرن توی صف خرید، آدم بزرگای بازار اونجا اصطلاحاً داراییشون رو خالی میکنن روی اینا. جایی که همه آدما از ترس اینکه بیت کوین قراره از بین بره داره میریزه، داره از بین میره، قیمتش شده نمیدونم 14000 تا، فردا میشه 2000 تا، بعد میشه 0. اونجا آدم بزرگا میان از آدمایی که ترسیدن میخرن، مفت میخرن، گرون میفروشن. وقتی جامعه جوش میشه جو خرید، آدم بزرگای بازار از من یادتون میدم پشت دست آدم بزرگا بازی کنید، یادتون میدم مچ سواری کنید توی بازار. این اون چیزیه که شما رو ثروتمند میکنه در بازارهای مالی. خب بله، هم حالا تو تایم فریم های مختلف دیگه، دیداری بلند مدت، کوتاه مدت، در مورد این خیلی آموزش بود. خب من تا سال 402 اومده بودم، بریم سال 403 رو با هم دیگه ببینیم نمودارش رو. دیگه به صورت قیف درست نکردم، اینو نموداری آوردم که کامل ببینید. شما از ابتدای 403 یعنی 1/403 پولتون رو میذاشتید بانک 20% سود میکردید. اگر طلای 18 عیار می‌خریدید 93% سود می‌کردید. اگه سکه تمام می‌خریدید 86%. البته این آمارا باره 2-3 هفته پیش الان یه ذره بیشتر شده سود طلا. اگر رو مسکن سرمایه‌گذاری می‌کردید 9%، اگه خودرو می‌خریدید 2%، اگه دلار می‌خریدید 32%، اگر رو شاخص بورس سرمایه‌گذاری می‌کردید -5%، اگر رو شاخص هموزن سرمایه‌گذاری می‌کردید -7%، اگر روی بیت کوین سرمایه گذاری می‌کردید 207%،
و اگر روی شاخص کریپتوکارنسی ها سرمایه گذاری میکردید 154% داراییتون رشد میکرد. دارید میبینید دیگه که چقدر دنیای کریپتو چقدر فاصله داره. تازه ما امسال جز سالهایی که بودیم که بازار مالی توی کشورمون خیلی رشد داشته و دارید میبینید مثلا مسکن یا خودرو رشد نمیکنه. چرا؟ چون سایه جنگ کشورمونه. باید یاد بگیرید برید مثلا مطالعات این چنینی داشته باشید، برید بودجه بخونید. تو بودجه اومده ما بودجه سال آیندهمون، بودجه نظامیمون 700 همته، 70% پایه پولی کشورمون بودجه نظامی دیدن. بیشترین بودجه نظامی تو طول تاریخ، ما حتی تو جنگ هم این درصد از بودجه نظامی رو نداشتیم. اینا سال دیگه احتمال ناامنی و جنگ دیدن، یعنی دولت این رو دیده، آقای پزشکیان این رو دیده، آورده توی بودجه. پس قطعا تصمیمات ما هم باید بر این اساس باشه. این خیلی مهمه که این اطلاعات رو به روز داشته باشید. این همون چیزیه که ما قراره با هم دیگه تو این مدت داشته باشیم و با هم در موردش صحبت کنیم. خب حالا بریم رشد تو بازار کریپتو رو ببینیم. ببینید اصلا تو بازار کریپتو رشد خیلی فرق میکنه. مثلا ارز بیشترین رشد توی کریپتو از ابتدای 403 مثلا 5900% رشد کرده دیگه. ارز 1600%، 600%، 500، 400، 300، 200. و شما اگر قیف بازار سرمایه‌ای رو که بهتون یاد دادم و بیارید توی کریپتو، بیارید تو حوزه‌های مختلف، ببینید چقدر خوب میتونید پول در بیارید، چقدر خوب میتونید درآمد کسب کنید. اون چیزیه که ما قراره این دوره با همدیگه پیش ببریم، قراره با همدیگه یادش بگیریم. این سه تا علم فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال. مثلا من یک سال پیش گفتم آقا خودرو دیگه نخرید. خودرو از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده به یک کالای مصرفی با دوام. دیگه خودرو نمیتونه جای خوبی برای سرمایه گذاری باشه. البته ما اون برای سال خودرو یه رشدی داریم، ولی اون رشد به خاطر اینه که مثلا خودرو الان با شرکت‌ها دارن با دلار 40 خورده‌ای میفروشن، دلار مبادله شده 60 تومن، از اون ور دلار نیمه هم افزایش پیدا میکنه قطعاً. و یه بار دیگه اون قیف رو توضیح بدم. چشم. البته فیلمش هست میتونید ببینید، ولی در انتهای کلاس چشم. شما در واقع خودرو رو سال دیگه میتونید مثلا یه عددی بین 20 تا 30% باید رشد کنه. و مسکن خب الان تو رکوده. مثلا آمار مسکن نگاه میکردم کلا توی تهران که خب خیلی مهمه آمارش، در ماه گذشته 3000 تا معامله انجام شده. ما زیر 5000 تا رکود داریم، بین 5 تا 10000 تا بازار A، بالای 10000 تا بازار تازه میفته رونق، بالای 15000 تا 18000 تا میتونیم بگیم بازار پر رونق و خوبیه. در حال حاضر 3000 تا معامله انجام شده. ارسال میشه فیلم براتون، توضیح میدن پشتیبان کلاس های سلطانی، زحمت میکشن توضیح میدن براتون. و من اون قیفه هم توضیح بدم. قیف سرمایه یعنی این که ما وقتی تورم وارد کشورمون میشه توسط دلار وارد میشه، دلار باعث میشه طلا بالا بره، پولها و سرمایه میره سراغ طلا رشد میکنه، یه جایی وای میسته، بعد اونجا پول از طلا میاد بیرون میره تو خودرو رشد میکنه وای میسته، پول از خودرو میاد بیرون میره توی مسکن، بورس یا مسکن، بعد از اونجا میاد بیرون میره تو بازار دیگه. این روندیه که شما رو میتونه خیلی خوب جلو بندازه. یعنی اگر ما تو یک سال مثلا 60% تورم داشته باشیم، شما میتونی با 60% تورم پول تو 7-8 برابر کنی. اینو قشنگ یادش میگیری با تکنیکال و بررسی تکنیکال. خب آقای سلطانی، من راجع به کلاس توضیح بدم با اجازهتون. کلاس ما 6 دوستان، کلاس ما 6 جلسه است و قراره همین موضوعاتی رو که گفتیم و توش عمیق شیم و یادش بگیریم تو بازارهای مختلف. 6 جلسه یه 2 ساعته است و به خدمت شما عرض شود که علاوه بر اون 6 جلسه 2 تا جلسه یه پشتیبانی داره به فاصله 1 ماه بعدش. یعنی چی؟ من یه نوتی اینجا نوشتم که این نوت رو اگر پیداش کنم، بله آها اینجاست. خب این نوت رو داشته باشم از روش بهتون بگم جزئیاتی رو که قراره داشته باشیم. به خدمت شما عرض شود که ما 6 جلسه داریم. این 6 جلسه به فاصله 1 هفته برگزار میشه. بعد از اینکه 6 جلسه تموم شد، 1 ماه بعدش یه جلسه دیگه داریم، جلسه پشتیبانی. 1 ماه بعدش یه جلسه دیگه. دلیلش هم اینه که چیزایی که تو کلاس یاد گرفتید رو برید تمرین کنید، بیایید با هم دیگه مباحثه کنیم، بحث کنیم، صحبت کنیم. بله چشم، آدرس ها رو میذارم براتون حتما الان. و به خدمت شما عرض شود که
ما راجع به در واقع چیزایی که قرار صحبت کنیم همین سه تا علمه. تو این کلاس من همون چیزایی رو میگم که تو کوچای فردی میگم. من الان هزینه کوچای فردیم $1000، یعنی کسی امروز بیاد با من کوچ بگیره هزینهش $1000 و دقیقاً همونا رو قراره توی کلاس با هم دیگه داشته باشیم. هیچ پیش نیاز خاصی نمیخواد، در حد اینکه همینقدر بلد بودید وارد جلسه آنلاین شدید کفایت میکنه. داشتن موبایل لپتاپ کفایت میکنه. موبایل یا لپتاپ هر کدومش میتونه اوکی باشه. سرمایه زیاد و آنچنانی نمیخواد، میتونید با 1-2 میلیون تومان کارو شروع کنید قطعا. و من یه فایل پیش نیاز براتون میفرستم که پیش نیازات خیلی عجیب غریبی نیست، پیش نیازهای سایتی و این داستاناست برای کسایی که میخوان ثبت نام کنن. حالا توضیح میدم. علاوه بر این به خدمت شما عرض شود که مدرک فنی حرفه‌ای بهتون داده میشه از سمت فنی حرفه‌ای. یه مدرک معتبر خواهید داشت پایان دوره و خب پشتیبانی دوره داره و این فیلم‌های دوره ضبط میشه، در اختیارتون قرار داده میشه. و کسایی که امروز ثبت نام کنن دو سه تا هدیه ویژه دارن. یکیش این که خب خود مؤسسه بهتون تخفیف میده، 3 میلیون تومان تخفیف دارید. هزینه کلاس 8800 با 3 میلیون تخفیف میشه 5800. دوستانی که این دوره ثبت نام کنن یه هدیه از سمت من دارن، یه سبد براتون طراحی میکنم که بهتون قول میدم بیش از 2 برابر براتون سود داشته باشه. یعنی همینجا شما پول کلاس رو درآوردی که هیچ خیلی هم جلوتری. و علاوه بر اون خب توی این مدت با من در ارتباطید، شما شخصی منو دارید، تلگرام شخصی منو دارید، با هم دیگه در ارتباطیم، مشورت میکنیم. یعنی یه هولوش 3 ماه 3 ماه و نیم با هم در ارتباطیم، صحبت میکنیم، مشورت میکنیم، بحث میکنیم کجا میخوایم سرمایه‌گذاری کنیم، چی بخریم. ارتباطاتی که توی کلاس به وجود میاد فوق العاده ارزشمنده. تو دوره‌های قبلی ما اینو زیاد دیدیم. هینت‌ها و اطلاعاتی و مسائل مختلفی که تو بازار مالی اتفاق میفته رو بهتون انتقال میدم. و به خدمت شما عرض شود یه هدیه هم از سمت خودم میخوام بدم با اجازه آقای سلطانی. اینکه شما در واقع دوستانی که مشتاقن ثبت نام کنن تا آخر امشب تا 12 شب یه مبلغی رو به عنوان بیانه واریز کنن برای آقای سلطانی به عنوان پیش ثبت نام. من 1 میلیون تومان هم از سمت خودم تخفیف میدم، یعنی اون 5800 برای این دوستان میشه 4800. و به خدمت شما عرض شود که نهایتا تریدر میشوید. بله با تمرین خودتون قطعا میشید تریدر. مثل رانندگیه دیگه. شما میای کلاس رانندگی، من همیشه میگم اطلاعات چند تا سطح داره. سطح اولش دیتا خیلی خامه، همونجا هم پیدا میشه تو اینترنت و این ور اون ور. بعدش میشه اینفورمیشن، یعنی دیتا رو میذاریم کنار هم دیگه تبدیل به اطلاعات میشه. سطح بعد از اطلاعات میشه در واقع سطح خرد، سطح آگاهی که شما دیگه یاد میگیری ترمز اون کلاژ این فرمونه و کار چیکار میکنه، قشنگ میتونی باش میتونی رانندگی کنی. ولی خب باید فکر کنی دنده عوض کنی، یه ذره سخته برات. بعد از آگاهی میشه خرد. من تا مرحله خرد شما رو میرسونم. اما سطحی که نیاز داره شما تو بازار مالی واقعا پولای خوبی در بیارید، سطحی فراتر از خرده که بهش میگن سطح حکمت تو علم آموزی. شما باید حکیم بشید تو این قضیه. ببینید نمیشه شما تو کاری تخصص نداشته باشید و ازش پول در بیارید. این واقعیته. شما باید متخصص بشید. برای متخصص شدن هم قانونی وجود داره توی دنیا، اون قانون 10000 ساعت. شما باید 10000 ساعت تمرین کنی توی یه چیزی متخصص بشی. آقا من بیام پایان کلاس یعنی پول در نمیارم. چرا میاری؟ ولی قرار نیست پولای عجیب غریب در بیاری. پولای عجیب غریب مال آدماییه که به تخصص رسیدن و به تخصص رسیدن تو این کار خیلی کار سختی نیست. یعنی قرار نیست درسای عجیب غریب و موضوعات عجیب غریب، نه، خیلی راحت با تمرین میتونی به تخصص برسی. و من همیشه میگم فرق بین کسی که راننده است و کسی که رانندگی بلده، فرق بین کسی که آشپزه و کسی که آشپزی بلده، فرق بین کسی که فوتبال بلده و کسی که فوتبالیسته. شما قراره سر کلاس بازار مالی رو بشناسید و تو بازار مالی خبره بشید. این که به مرحله حکمت برسید، فقط به مرحله حکیم شدن برسید، فقط به تمرین خودتون وابسته است و واقعا نیاز به تمرین داره. من هر جلسه کلی تمرین میدم و
استاد استاد ببخشید ببخشید اگه اجازه اگه بفرمایید من بفرمایید من توضیح توضیح کوچولویی به کوچولویی به دوستان دوستان بدم بدم و در در خدمتتون خدمتتون. خواهش خب می‌کنم. دوستان خب چت دوستان ها چت الان ها در الان حالت در حالت خصوصی قرار خصوصی قرار گرفت، گرفت، یعنی یعنی اینکه اون اینکه اون دوستان خیلی دوستان از خیلی دوستان از گفتن دوستان که گفتن که فیلم فیلم وبینار رو وبینار رو میخوایم. ما میخوایم، ما انشالله سعی انشالله میکنیم سعی فیلم میکنیم فیلم وبینار رو وبینار بهتون رو بهتون بدیم. بدیم. فقط فقط فیلم فیلم وبینار وبینار واسه کسایی واسه هست کسایی که هست که توی توی جلسه جلسه امشب امشب بودن. لطف بودن. کنید لطف از کنید از الان که الان تا در که تا حالت در حالت خصوصیه، یعنی خصوصی، اینکه یعنی اینکه دوستان دوستان دیگه شماره دیگه شماره تلفن شما رو تلفن شما رو نمیبینن. اون نمیبینن. دوستانی اون که دوستانی که فیلم فیلم وبینار رو وبینار رو میخوان میخوان الان الان اسمشون اسمشون و و شمارهشون رو شمارهشون رو حتما حتما اسمتون و اسمتون و شمارهتون در شمارهتون در یک یک چت، در چت، یک در یک پیام پیام واسه ما واسه ما بفرستین که ما بفرستین که ما بتونیم بتونیم فیلم رو فیلم رو بهتون بدیم. بهتون بدیم. لطفا لطفا این کار رو این کار رو اسم بکنید. و بکنید، شماره چون تماس. اسم خالی به کارمون نمیاد، شما پیداش نمیکنید. من هستم بله دوستان بله ها، یعنی من ببخشید بله استاد بله بله صادقی، بله استاد استاد و سوالاتون رو هستم که سوالات بپرسید. در سوالاتتون رو خدمتتونم. پاسخ بدم. فعلا اسامی و شماره تماس ها رو بنویسید، براتون ارسال میشه، حالا یا تو ایتا یا روبیکا یا واتساپ یا تلگرام، هر جایی که راحت باشید فیلم براتون آپلود میشه و ارسال میشه. یه یه موضوع موضوع بله بله موضوع دیگه موضوع سوال دیگه کردن سوال دوستان کردن دوستان کلاسی به کلاسی صورت به صورت آنلاین در آنلاین در همین همین به قول به معروف قول معروف پلتفرم پلتفرم اسکایروم اسکایروم برگزار میشه. برگزار میشه. روزهای روزهای شنبه شنبه هست، هست، از از شنبه شنبه هفته هفته آینده، آینده، یعنی یعنی 11 11 اسفند اسفند ساعت ساعت 19 تا 19 تا 21، 21، یعنی یعنی 7 تا 7 9 تا شب 9 شب برگزار برگزار میشه. میشه. و سوال و دیگه ای سوال که دیگه ای دوستان که کردن، دوستان دوستان کردن، دوستان شهریه، شهریه، من یه من یه استدعای ازتون استدعای دارم ازتون برید دارم برید بررسی بررسی بکنید. بکنید، ببینید ببینید شهریه شهریه دوره‌های دوره‌های آموزش آموزش ارشد ارشد خیلی 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 بالاتر از این بالاتر از موضوع. این ما موضوع. ما خودمون خودمون دوره‌های دوره‌های حضوری که حضوری که داشتیم داشتیم شهریه خیلی شهریه خیلی بالاتر بود. بالاتر بود. فقط فقط استاد استاد فرمودن که فرمودن این که دوره رو این دوره رو آنلاین آنلاین برگزار کنیم، چون برگزار خیلی کنید، از چون خیلی از شهرستان‌ها از شهرستان‌ها از کرمان، کرمان، اصفهان، اصفهان، قزوین، قزوین، زنجان زنجان درخواست داشتیم که درخواست این داشتیم دوره که به این صورت دوره به صورت آنلاین آنلاین برگزار بشه برگزار بشه. و به همین و به خاطر همین ما خاطر ما اومدیم اومدیم هزینه رو، به هزینه خاطر رو، به اینکه خیلی خاطر از اینکه خیلی هزینه از ها هزینه ها واقعا واقعا کسر میشد، کسر هزینه میشد. رفت هزینه آمد، رفت آمد، هزینه هزینه اسکان، اسکان، هزینه هزینه جا، جا، هزینه هزینه پذیرایی، اومدیم پذیرایی، اومدیم شهریه رو اون شهریه رو هزینه اون رو اینجا هزینه رو اینجا کسر کسر کردیم. کردیم. هزینه دوره هزینه 8 تا دوره 8 تا 800 هست 800 دوستانی هست. که دوستانی که توی توی وبینار، به همین وبینار، به خاطر همین من میگم خاطر من میگم شمارهاتون رو شمارهاتون رو بفرستید که بفرستید از که از تخفیف و تخفیف فیلم و فیلم وبینار رو وبینار رو بگیرید. بگیرید. دوستانی که دوستانی که توی توی وبینار وبینار امشب امشب باشن 3 باشن میلیون 3 میلیون تخفیف میگیرن، تخفیف میگیرن، شهریهشون میشه شهریهشون میشه 5800. و 5800. و اما اون اما اون دوستان 1 دوستان میلیون 1 میلیون استاد رو هدیه استاد رو هدیه میگیرن. میگیرن. دوستان دوستان خواهش خواهش ازتون دارم ازتون همین دارم الان همین از این الان از این برنامه برنامه شروع دوره شروع که دوره شماره که شماره کارتم کارت هست هم هست عکس عکس بگیرید بگیرید یا یا اسکرین شات اسکرین شات بگیرید که بگیرید شماره که کارت شماره رو داشته کارت رو باشید. داشته باشید. دوستانی که دوستانی که تا تا 12 12 شب شب واریزی واریزی داشته باشن داشته میتونید باشن یه میتونید یه بیانیه بین بیانیه بین 500 تا 1 500 تا میلیون 1 واریز میلیون کنید واریز کنید و و شهریهشون شهریهشون کلا کلا میشه میشه 4800. 4800. واقعا استاد این واقعا اصلا این شهریه شهریه یه بله یه شهریه شهریه بی‌نظیری هست. بی‌نظیری هست. دیشب دیشب دوستان عزیز دوستان عزیز خیلی واقعا خیلی واقعا استقبال خیلی استقبال خوبی خیلی خوبی داشتن داشتن و بعضی از و دوستان بعضی از پیام دوستان داده بودن پیام که داده واقعا بودن این که واقعا این شهریه با شهریه توجه به با توجه بررسی به که بررسی که کردیم کردیم خیلی خیلی شهریه شهریه مناسبی مناسبی هست. هست. و اما و اما مدرک هم مدرک همونجوری هم که گفتم همونجوری که مدرک گفتم داده مدرک میشه. داده میشه. پشتیبانی پشتیبانی تلگرامی تلگرامی که همونجوری استاد که استاد فرمودن فرمودن داریم داریم و و جلسات رفع جلسات اشکال رفع اشکال برگزار میشه برگزار و میشه و فیلم و فیلم و صوت صوت دوره دوره در هر در هر جلسه واسه جلسه واسه دوستان ارسال دوستان میشه. یعنی ارسال میشه. اگر یعنی اگر احیانا یک احیانا یک زمانی زمانی نتونستید نتونستید به قول به قول معروف معروف اون اون جلسه یک جلسه جلسه یک رو جلسه رو شرکت کنید، شرکت کنید، حتما فیلم حتما و فیلم و صوت را صوت را خواهید داشت. خواهید داشت. تشکر تشکر میکنم، بازم میکنم، میگم بازم میگم خدمتتون خدمتتون دوستان از دوستان این از این برنامه برنامه شروع شروع دوره دوره عکس و عکس و اسکرین شات اسکرین شات بگیرید که بگیرید هم که کارت هم رو کارت داشته رو باشید، داشته هم باشید، روزهای هم کلاس روزای رو کلاس داشته رو داشته باشید باشید و و هم شماره هم تلفن شماره ما از تلفن ما از همین پایین همین هست. پایین هست. میتونید 6 میتونید رو تو 6 رو واریز تو کردید، واریز کردید، لطفا لطفا به این به شماره این تلفن شماره هم تلفن ایتا هم داره ایتا داره هم هم واتساپ واتساپ بفرستید که بفرستید که ما ما با با اسمتون هم اسمتون هم بفرستید که اسم بفرستید که شما اسم رو شما رو ضبط کنیم و ضبط کنیم اون و اون فایل پیش فایل نیاز پیش رو که نیاز رو استاد که استاد فرستادن فرستادن اون رو اون رو خدمتتون خدمتتون بفرستیم. بفرستیم. متشکرم استاد. متشکرم استاد. خواهش بفرمایید می‌کنم. بفرمایید سوالات. دوستان
سوالات. حضور داشته باشید. من راههای ارتباطی خودم هم براتون میذارم. فعلا شماره ها رو بذارید، چون چت تو حالت خصوصیه. شماره هاتون رو بذارید که فیلم براتون ارسال بشه. و من راههای ارتباطی کانال خودم، اینستاگرام خودم رو براتون میذارم و به خدمت شما عرض شود که بعد بریم سراغ سوالات. اجازه بدید شماره ها تموم میشه، بعد بریم سراغ سوالات. و من راه ارتباطی از این بنرم میتونید یه عکس بگیرید که شماره حساب رو داشته باشید، شماره تماس پشتیبان رو هم داشته باشید که بتونید تا پایان شب اگر مایل به ثبت نام هستید کارش رو انجام بدید که انشالله همه چیز اوکی بشه و به سرعت بتونید
کار رو انجام بدید. صدا قطع شد؟ الان صدا من ندارید؟ نه صدا هست استاد. دوستانی که صدای استاد رو ندارن لطفا یه بار یه بار خارج خارج بشه شید دوباره دوباره وارد وارد بشید تا بریم سراغ سوالات. چون ما این موضوعات رو عرض کنیم دوستانی که میخوان برن برنامه‌ای دارن، بریم سراغ سوالات. من هستم خدمتتون، سوالا رو هم بپرسید دیگه. از اینجا به بعد سوالات هم بپرسید، شماره هم هر کی نذاشته بذاره دیگه. شماره شخصیمو بگم اینجا وسط جمع؟ خیلی سخته که خیلی خوب. تلگرام جانم. بعضی از بعضی از دوستان دوستان این سوالاتی که من یادداشت کنم تا اینکه حالا بله فرمودن که سند محضری متمرکزه. بله سند محضری متمرکزه، کاملا ثبت میشه دیگه، کاملا یه جا ثبت میشه که اون ملک مال شماست. و یکی از دوستان سوال کرده من میخونم سری بازار NFT قابل اعتماده. در حال حاضر خیلی نه دیگه. شرایط NFT یکی دو سال خیلی رو بورس بود ولی فعلا شرایط خوبی نداره بازار NFT. حالا تو کلاس کامل توضیح میدیم چرا، دقیق میگم، ولی فعلا برای سرمایه‌گذاری اصلا خوب نیست. بازم شما چطور رو ببینید. چشم. صندوق طلا قابل اعتماد دوستان این آفر در نظر گرفته ویژه بازنشسته‌ها. همونجوری که استاد فرمودن بازنشسته‌ها و کارمندان این شرایط ویژه‌ای در کشور ما دارن. بنده خود ارزان خیابونن. ما یه شرایطی در نظر کسانی که شرایط پرداخت ندارن که بازنشسته و کارمند هستن، اون دوستان هم میتونن یک مبلغی رو ابتدای دوره پرداخت بکنن، بقیه‌اش رو در طول دوره پرداخت. وگرنه واسه بقیه دوستان پرداخت 4800 واقعا مبلغی نیست. دوستان دیشب ثبت نام کردن و مبلغ رو یه جا ریختن بعضیاشون. اون دوستانی که این شرایط دارن بعد اقساطی هم دوستان واقعا حتی شما حساب کنید مثلا تقریبا میشه $60، حتی زیر $100 و شما مطمئن باشید خیلی بیشتر از اینا هست توی کلاس و از مفاهیمی که دارید. من به نظرم همین یه جلسه واقعا ارزشش خیلی، اگر واقعا درک کنید و برید از همین یه جلسه استفاده کنید، خیلی بیشتر از اینا پول در میارید. آیا صندوق طلا قابل اعتماده؟ از نظر من پول نگه داشتن تو بورس ایران قابل اعتماد نیست در حال حاضر، به خاطر شرایط سیاسی که حالا شرایط خوبی نیست دیگه. ببخشید مبلغ 4500 کل دوره، بله دیگه کل دوره همین مبلغه. خرید دینار 4800 بله. خرید دینار خوبه. دینار عراق منظورتونه یا دینار کویت منظورشونه فکر کنم. آره احتمالاً. من پیشنهادم با خریدن ارزهای کاغذی نیست، کلا ارز فیات خیلی موافق نیستم. من میشه تو چند جلسه تریدر شد؟ قطعا نه. عرض کردم تمرین نیازه، ولی خب شما نیاز به یه آگاهی و آموزش دارید. مثلا اینه که بگی تو 5 جلسه من راننده میشم، میگم نه، ولی رانندگی رو تو 5 جلسه یاد میگیرید. برای راننده شدن باید برید دیگه تمرین کنید. آدرس پیج اینستاگرامی رو بذاریم. چشم. اگه همه دوستان از این فایل عکس گرفتن، اسکرین شات گرفتن، من وایزای سلطانی سوال اشتباه کردم. خیر کل دوره شهریش 4800 نه اینکه شما هر ماه 4800 بله کل دوره. اون که گفتم هر ماه اون دوستانی بازنشسته هستن، کارمند هستن و نمیتونن شهریه رو یک جا پرداخت کنن، دوستان این آفر رو داشتیم که بتونن هر ماه تقسیم میکنیم پرداخت. خواهش میکنم. راههای ارتباطی با من بهترین جا میتونید تلگرام منو پیدا کنید. کانال تلگرامی مسعود امیری 69، این 69 آخرش رو وردارید میشه آیدی تلگرامی من، میتونید به من پیام بدید. من تو تلگرام باهاتون در ارتباطم. البته اینستاگرام هم پاسخگو هستم. الان به نظرتون طلا بخریم بهتره یا خودرو وارداتی؟ مدت زمان سرمایه گذاری خیلی مهمه. پورتفولیوتون رو بشناسم به چه صورت. طلا رشد خواهد کرد قطعاً به واسطه $1، ولی برای مدت زمانش مهمه دیگه. مثلا ما احتمالاً برج 8-9 سال آینده، برج 10 سال آینده طلا گرم 10-11 میلیون تومان رو داشته باشیم. خودروی وارداتی هم خیلی آنچنان خودرو تو ایران سود نداره.
درباره اون سبد که گفتی تعریف می‌کنید چی هستش، با توجه به سرمایه‌ای که دارید یه سبد بهتون پیشنهاد میکنم یه سری دارایی‌ها بخرید که خب یه بازدهی حداقل 2 برابری رو بهتون بده. ریپل به نظرم خوبه با توجه به اینکه حالا ترامپ هم اومده یه حمایتی ازش کرده، محدودیت سنی وجود نداره. کوچ خصوصی برای تریدر شدن چجوری اطلاعات بگیریم؟ ببینید من کوچ خصوصیم بابت این نیست که تریدر بشید، من همین دوره‌ای رو که دارم بهتون آموزش میدم و اونجا آموزش میدم و یاد میدم. کسایی که با من کوچ میگیرن بیشتر کسایی هستن که سرمایه هایی دارن که به درد سرمایه گذاری میخوره و دنبال سرمایه گذاری کردنن. من تو کوچام خیلی تو فضای اینکه کوچ ترید باشم کنارتون وارد نمیشم، چون من خودم خیلی با ترید تو تایم فریم پایین موافق نیستم و مخالفم و به نظر من باید بیاید تو تایم فریم بالاتر خرید کنی و بهت یاد میدم چه جوری تو تایم فریم های بالاتر خیلی بیشتر از کسایی که تو تایم فریم پایین کار میکنن سود بگیری. کارمندم هیچ ایرادی نداره، کل دوره تقریبا 3.5 ماه طول میکشه دیگه، 6 هفته داریم میشه 1.5 ماه، 2 ماه هم پشتیبانی داریم میشه 3.5 ماه، یعنی یه 6 جلسه داریم، یه 2 جلسه هم به فاصله 1 ماه بعدش. استاد همین الان زمان خرید اتریوم است یا بیشتر میریزه؟ به نظر من بسته به این خبری که فعلا تو این هفته و هفته آینده بیاد که چیکار میخوان بکنن، اون مبلغی که از صرافی دزدی شده، اون 1.5 میلیاردی که دزدی شده از صرافی رو میخوان چیکار کنن، برگردونن یا نه، که به اون ربط داره. ولی به نظر من اتریوم همینجاش هم خریدنیه، $2000 برای اتریوم مفته. نظرتون راجع به نقره؟ عرض کردم نقره به نظر من نسبت به طلا همیشه اینم از اون چیزاست دیگه، از اون قیفاست، یعنی اول طلا رشد میکنه بعد از اینکه سرمایه از طلا بیاد بیرون میره تو نقره. یه پست گذاشتم توی کانال تلگرامم راجع به طلا، برید بخونید. هر موقع پول از طلا خارج بشه وارد نقره میشه و نقره هم باید رشد خوبی بکنه، خیلی از طلا عقب افتاده. پشتوانه ارز دیجیتال دقیقاً طلا پشتوانه‌اش چیه؟ پشتوانه بیت کوین هم همونه. پذیرفتیم که طلا یه ارزش به ذات داره، بیت کوین هم یه ارزش به ذات داره، این پشتوانه‌ای ندارن. یعنی اگه مثل طلا ببینید طلا پشتوانه‌اش چیه، جوابش میشه همون. محدودیت سنی وجود نداره. دینار عراق نه. نظرتون راجع به ریپل چیه؟ گفتم ببخشید نه. 4800 نه، پول حدودا 1 میلیارد از بانک در بیارم. قطعا پول تو بانک نگه ندارید، این دیگه یه چیز منطقیه، یعنی همین الان هم شما دارید ضرر میکنید روزانه. بدون صرافی میشه در تراس فرد خرید و فروش کرد؟ بله میشه، ولی همه ارزا رو نه، خیلی سخته، کارآموزش هم بالا. میتونید به صرافی غیر متمرکز بس شید، برای پولای درشت خوبه، کارآموزش زیاده برای پولای کم. کل مبلغ چقدر هست نمیدونم یعنی چی. کل مبلغ دوره منظور من یه بار دیگه استاد این اسلاید رو بیارم که دوستانی که اسکرین شات نگرفتن اسکرین شات بگیرن. کل مبلغ دوستان 4800 هست. البته این مبلغ ویژه کسانی هست که امشب وارسن با عرض پوزش. بعضی از دوستان گفتن که میشه فردا. دوستان این اسکرین شات بگیرید، عکس بگیرید، میشه فردا واریز کنیم. خیر استاد این چرا این کار کردن استاد؟ بخاطر اینکه وقتی شما اطلاعات نمرامون بفرستید ما برنامه‌ریزی بهتری داریم، بعد گروه تشکیل میدیم، بعد فایل صوتی که پیش نیازه براتون بفرستیم، کارهای دیگه رو باید انجام بدیم. این هستش که لطف کنید حتی یه بیانیه اندک بریزید که ثبت نامتون انجام بشه. استاد بفرمایید. خانم رضایی پرسیدن استاد بعدش کلاس تموم شد، دوره پشتیبانی تموم شد، سوالی داشتیم چی دیگه بلاکتون میکنیم دیگه بعد از که کلاس تموم شد. قطعا با هم در ارتباطیم و پاسخگو خواهیم بود. این خیلی مشخصه. بیت کوین رشد میکنه، بله یه اصلاح باید بکنه. من تو کلاس دیروز هم گفتم به نظر من بازم یه مقدار باید اصلاح کنه که بیاد جذب سرمایه کنه و بره سمت $120,000. اینکه به صفر رسیدید
حالا قطعا صفر نمیمونید ایشالله، قطعا درآمد خواهید داشت، اما قطعا صفر رو 100 برابرم کنید صفره دیگه، صفر رو 1000 برابرم کنید صفره. نظرتون راجع به نقره؟ متشکرم. آیا اتریوم بر پایه نقره است؟ نه، اصلا ربطی به نقره نداره. خواهش میکنم، سلامت باشید. اتریوم هم یه ارز مثل بیت کوین کاملا. هزینه خصوصی کوچ شما $1000 چه مدت؟ من کوچ $1000 مدت زمانش دقیقا همین تعداد جلسه است، یعنی یه 6 جلسه، بعدش هم یه 2 جلسه پشتیبانی. ولی این 6 جلسه دیگه تو کوچ میتونیم هماهنگ کنیم، مثلا یکی میگه هفته یه بار، یکی میگه نه هفته 2 بار، یکی میگه مثلا هر 15 روز یه بار یه جلسه داشته باشه. حالا با توجه به نوع سرمایه‌اش و زمانش و برنامه‌ای که داره یه ذره متفاوته، اونجا دیگه خصوصیه دیگه، خود شخص تعیین می‌کنیم با هم دیگه طی چه مدت، اما تعداد جلسات همینه. به نظرم خود سولانا جای اصلاح داره، خانواده سولانا هم خوبه، بر بستر سولانا اگر فاندای خوبی داشته باشن میتونید بهشون اعتماد کنید. فیلم وبینارم چشم، برای دانش آموزان اقتصادی حساب میکنید و از پول تو جیبیم بدم، اینو نمیدونم، باید احتمالا پدرتون ضمانت کنن. به نظرتون ریپل چقدر بخریم؟ یعنی چی؟ مثلا یه نفر شاید 100,000 تومان، یه نفر 10 میلیون، یه نفر 100 میلیون، یه نفر 5 میلیارد هم بخره براش کم باشه. بسته به سرمایه‌تون باید شما سبد دارایی بچینید، جزء چیزایی که تو کلاس یاد میگیرید، مدیریت سرمایه. صفحه اولیتکس رو کنار کنم؟ بله قطعا تایید میکنم، اما میتونید از صرافی خود ما هم خرید کنید، فرقی نمیکنه، جزء صرافی معتبر ایرانه. ارز تون چی بود؟ TON، ارزیه که در واقع بنیانگذاران تلگرام ایجادش کردن، فوق العاده است، به نظر من آینده خیلی خوبی داره. ماشین بفروشم؟ اگه ماشین زیر پات نه قطعا، اگه ماشین برای سرمایه گذاریه بذار اونور سال بفروشش، چون طلا فکر نمی کنم تا فروردین اردیبهشت خیلی جهش زیادی داشته باشه و احتمال هم میدم تو 3 ماه اول مثلا یه اصلاحی داشته باشیم اونجا ماشین بالا بره، ماشین اون موقع بفروش تبدیل به طلاش کن، خیلی خوب رشد خواهد کرد. استاد صرافیتون کجاست؟ کرج هست دفتر صرافیمون، آدرس صرافی خودتون لطفا کرج رجایی شهر، خواستید با هم پی وی پیام بدید، با هم در ارتباطیم. کلاس حضوری هم دارید؟ فعلا تا پایان سال نه، سال دیگه هم معلوم نیست که. صرافی کوین اکس بله خوبه، شمارتون رو همینجا بفرستید کسی نمیبینه. من دارم بابت حدود 750 میلیون ماهانه 17 میلیون سود میگیرم، بازم پولم از بانک بردارم، پول ماهانه خیلی به زندگیم کمک کرده. شما همین 750 میلیون رو 6 ماه پیش طلا می‌خریدید، الان شده بود 1 میلیارد و 500، بعد ماهی 20 میلیون ازش میفروختی استفاده می‌کردی. خب چه کار اشتباهی پول بانک نگه می‌داری؟ میگیرید منظورمو؟ خیلی ساده است دیگه. شما 6 ماه پیش همین 750 میلیون رو سکه می‌خریدید، مثلا رو سکه فکر کنم 35 میلیون 40 میلیونی اصلا 20 تا سکه می‌خریدید، الان 20 تا سکه‌تون شده بود 1 میلیارد و 600، 1 میلیارد و 500. خب این 1 میلیارد و 500 ماهی 20 میلیون میرفتید مثلا هر 4 ماه یه سکه میفروختید خرج می‌کردید، بهتر نبود؟ بعد خودش هم بقیه‌اش هم روش هیچ وقت تموم نمی‌شد، اینو بهتون قول میدم. آلت سیزن رخ میده؟ بله به نظر بنده. وام بگیریم چطور؟ یعنی چی؟ وام خیلی خوبه، تو ایران کلا وام بگیرید خوبه، ولی برای اینکه ترید کنید وام نه، یعنی با پول وام ترید نکنید. مثلا الان طلا یا دلار برای 1400 4 زیر 500 میلیون سرمایه، من قطعا طلا، بین طلا و دلار قطعا طلا بخریم. بله بخرید، چرا نخرید؟ بلند مدت هر کی طلا نیاز داره بخره. اگه بیت کوین را یک بار ممنوع کنه، کی ممنوعش کنه؟ مثلا چجوری ممنوعش کنه؟ کسی نمیتونه به بیت کوین های تو دست بزنه. بیت کوین ممنوع شده بود، یعنی تو سال 2013 حکم ماین کردن بیت کوین در چین اعدام بود. امروز چین یکی از بزرگترین دولت‌های دارنده بیت کوینه. نه اصلا کسی نمیتونه بهش دست بزنه. غیر مثل اینه که بگی طلا رو غیر مجازیش کنن خیلی بیشتر رشد میکنه. مردم یواشکی خرید و فروش میکنن سر چهارراها و فلان. مثلا الان چیزایی که غیر مجازه تو مملکت ما رشد نمیکنه قیمتش، یا مثلا ارزشی نداره، دیگه اسم نیارم دیگه، خودتون بدون. واسه شما چند سال طول کشید؟ من از سال 89 90 شروع کردم تا 92 3 تو در دیوار بودم.
92 تا 96 دوره رشد و بلوغم بود. 96 به بعدم من واقعا به بازه خوبی رسیدم. ولی برای شما چون من واقعا استاد نداشتم و موقع آموزش‌ها خیلی ضعیف بود، قطعا تجربه کسایی مثل من میتونه شما کمک کنه زودتر به نتیجه برسید. نه بابا نخبه چیه، ما مثل همین هیچ فرقی نمیکنه. دوج به نظر من تا زمانی که ایلان ماسک پشتش وایساده بود خوب بود، مثل بقیه ارزها به اندازه شاخص بازار رشد میکنه. خانواده سولانا رو توضیح دادم. بله پدرتون، حالا اینو با آقای سلطانی هماهنگ کنید، شماره هست. الان قیمتش بکنم اولش $3، به نظر من جای خوبیه. چی؟ پیوی تون رو میدید؟ پیوی من عرض کردم همون مسعود امیری 69 که هست، آدرسی که اونجا گذاشته بودم احتمالاً اسکرین شات گرفتم، 69 تاش رو بردارید، همون بنویسید مسعود امیری، میشه آیدی تلگرام من. آدرس تلگرام میذارید با تشکر. آره گذاشتم، دوباره بذارم. دوستان از این عکس بگیرید، داشته باشید اینو، 75 نفر از عزیزانی که هستن عکس بگیرید. بریم سراغ اون در واقع شماره تلفن که نه اینجاست دوستان. این آیدی تلگرام کانال تلگرام. از تلگرام کتاب خوبی در این حوزه معرفی میفرمایید. بهتره فعلا با کتاب شروع نکنید، کتابا خیلی قضیه رو پیچیده میکنن. اما اگر دوست داشتید میتونید تکنیکال کلاسیک رو بخونید، هست فارسی زیادم ترجمه شده. طلا رو چه قیمتی بخریم؟ رو هر قیمتی طلا بخرید همیشه برنده اید. چند تا ارز خوب برای خرید لطفا معرفی کنید. بیت کوین، اتریوم، لینک، تون، پی ام بی، نه ارزهای خوبیه. خودرو وارداتی چی بخریم؟ بسته به پولتون، ولی به نظر من خودرو وارداتی نخرید، نظر منه. اگه پول دارید میخواید ثبت نام کنید بخرید و این داستانا، بعد این سود بدی نداره، ولی به نظر من تا اون موقعی که خودرو بیاد بیرون طلا همونقدر سود داده. سوینگ بهتره، بد نیست. سوینگ خوبه. از چی بخریم؟ بذاریم بمونه برای طولانی مدت. برای طولانی مدت بیت کوین، اتریوم. بیت کوین الان بذار یه ذره اصلاح کنه بعداً بخر. اتریوم بلند مدت خیلی خوبه، لینک خوبه، تون خوبه، اینا بلند مدت فوق العاده‌ان. اینو سر کلاس استخراج بیت کوین رو توضیح میدم، خیلی موضوع مفصلیه. یعنی تولید بیت کوین مثل استخراج طلا توسط ماینرها انجام میشه. اینکه ماینرها چه پروسه‌ای رو طی میکنن تا بیت کوین تولید بشه که برسیم به اون 21 میلیون تاه، این یه ذره توضیحاتش مفصله. من اینو متوجه نشدم چه دقیقاً چه چیزی استخراج میشه بخریم. آها بلند مدت یعنی دیدگاه فرای 3-4 ماه تا چند سال. بهترینش رو دنبالشی خانم رضایی ها. 5 تا که گفتم بهترینشه. زمین بفروشی بیت کوین بخری؟ نه قطعا نه، نکنین کار. البته زمینت کجاست رو من بگو، شاید زمین رو بفروشی به چیز بهتری بتونی تولید کنی، تبدیلش کنی. 19.5 میلیون بیت کوین استخراج شده، تقریبا 1.5 میلیونش مونده و این 1.5 میلیون 120 سال دیگه طول میکشه که ماین بشه. دستگاه ماینر بله شغل پرسودیه، بیزینس پرسودیه. اگر به صورت قانونی انجام بدید، غیر قانونیش هم خب دارن انجام میدن ولی خب خوب نیست دیگه. زمین که ما مسکونی، اینو باید راجعش با هم صحبت کنیم. اگه به من پیویم پیام بدی ببینم که چجوریشه. مسکونی که کلا خب رشد آنچنانی نخواهد، ولی پیام بدید به من با هم صحبت میکنیم راجعش، بهتون میگم. یه اطلاعات کلی ازش به من بدید
چند خریدید، کجا خریدید، رو چه قیمتی خریدید، الان چه جوریه، الان چه وضعیتیه، تو کدوم محل است، یه جزئیات اینجوری بشینیم با هم صحبت کنیم. خب سوال تموم شد. دمتون گرم دوستان. آقای سلطانی امری نیست. متشکرم استاد، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شبتون بخیر. دوستان عزیز سلام. یه کاردانو رو هم گفتن، کاردانو هم خوبه، به نظرم این دوره رشد خوبی میکنه. مخلصی. صرافی مطمئن ایرانی اکسران، صرافی خودمون، آدرس صرافیمون اکسران، سرچ کنید اکسران براتون میاره، اینجا هم اسمش هست توی همین صفحه‌ای که دارید میبینید. خارجی هم کوینکس. اگه دوست داشتید تو کانال تلگرام من عضو بشید، یکی دو تا پیام بالاتر 2 تا لینک گذاشتم که با تخفیف تو جفت این صرافی‌ها میتونید ثبت نام کنید و تخفیف مادام العمر توی فی تراکنشاتون داشته باشید. درود بهتون. دم شما گرم. استاد خدا نگهدار. تشکر. خب دوستان عزیزم، ممنون از